بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. و با درود و سلام بر محمد مصطفی، سرور و سید اولاد بشر آدم، و درود و سلام بر اهل بیت پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و درود و سلام بر اصحاب گران قدرشان. درود و سلام بر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین و علی مرتضی. و درود و سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه این جهان پهناور که هستید. و درود و سلام بر حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. حیاکم الله. منم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند در زیاده با سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در این برنامه و با موضوع امامت سیدنا علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنهما در خدمت جناب عالی و بینندگان انشاءالله خواهم بود. حیاکم الله. بله بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه امروز می‌خوایم یکی از گلهای اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ببوییم. زین العابدین، امام سجاد، کسی که در مدینه منوره یار و غمخوار یتیمان و بیوه زنان و مستمندان بود. کسی که در طول عمر خود با مشکلات و سختی‌های فراوانی روبرو شد. سخت‌ترین حادثه‌ای که امام علی ابن الحسین زین العابدین رحمت الله علیه در زندگی خود دید واقعه جانسوز کربلا بود. در زمان خودش امام علی ابن الحسین یکی از متقی‌ترین و پرهیزگارترین و بزرگان مدینه منوره محسوب می شد. نوه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. چرا چنین نباشد؟ او نوه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. نوه علی مرتضی بود. فرزند حسین بود. حسینی که برای آزادی و آزادگی جان شیرین خود را فدا کرد. جناب استاد در خدمت شما هستیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در قسمت‌های گذشته از این سری برنامه‌ها پرداختیم به دلایل امامت سیدنا علی، بعد از آن حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین، و به نتیجه رسیدیم که دلایلی که صحیح باشند و صریح باشند در مورد امامتشون، آن هم امامت از دیدگاه شیعه و قرائتی که شیعه از امامت دارند، در این کتاب اصول کافی دلیل صحیح و صریحی در ابواب امامت این بزرگواران که دال بر امامت منصوصشون باشه وجود نداره. اکنون رسیدیم به امام چهارم شیعه علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما که با هم این باب را بررسی میکنیم. من قبل از این که این باب را مطرح بکنیم و مسائلی که با مطالبی رو که آمده خدمت بینندگان عزیز من عرض بکنم، این مقدمه برنامه‌تون خیلی جای تعجب داره، هم برای بینندگان که کتاب اصول کافی رو میاندازید و پاره پاره میشود. و جالب هست که دختر کوچولوی من که 2-3 سال عمرش هست، وقتی من برمیگردم به خونه میگه که بابا چرا شما این کتاب رو پاره میکنید؟ و کتاب میندازید پاره میشود. و حتی یکی از بینندگان عزیز من هم در یکی از برنامه ها تماس گرفت، گفت بعید هست که این مطالبی که شما از کافی میخونید از اصل کافی باشه. اینها در واقع تحریف شده هست، اضافه کردن در برنامه هفته گذشته بود. بله، که اضافه کردن این مطالب را، تحریف شده هست این کافی که شما میخونید. و هدف ما از بررسی این ابواب این است که واقعیت ها برای مردم واضح و آشکار بشود. حقیقت هایی که وجود داشته در زمان خود ائمه،
حقیقت‌ها و افتضاحایی که در روایات شیعه وجود داره که متاسفانه این روایات را یا این واقعیت‌ها را از دید و از سمع و بصر عوام شیعه اینها را پنهان نگه داشتند و یک ظاهری براق و جالب را تحویل جامعه دادند به شیعیان خودشون و به پیروان خودشون. آنچه ما در پی آن هستیم بیان حقیقت‌ها و واقعیت‌ها هست تا اینکه بدانیم آیا این امامتی که شیعه بدان معتقد هست و در راستای این امامت و تحقق بخشیدن و ایمان آوردن به این امامت تمامی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیر سوال میبرند، حتی قرآن را تحریف شده معرفی میکنند، تاریخ اسلام را تحریف میکنند و وارونه جلوه میدهند برای بینندگان و شنوندگان و برای مقلدین خودشون. میخوایم ببینیم که آیا این امامت منصوصه در خود کتاب‌های شیعه، در اصلی ترین کتابشون، آیا رد پایی دارد، دلایل صحیح و صریحی را دارد یا خیر، که تا کنون ما به دلیل صحیح و صریحی که در این کتاب باشه و دلالتی داشته باشد بر امامت سیدنا علی یا حسن یا حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین، تا کنون ما چنین چیزی رو ندیدیم، بلکه برعکس اهانت هایی هست و توهین‌هایی به این ائمه بزرگوار که گوشه از این اهانت‌ها رو ما خدمت بینندگان عزیز ما بیان کردیم. من قبل از این که بپردازم به مطالب اصلی این باب، من یک توصیه دارم به برادران اهل سنت خودم و عزیزان اهل سنت. عرض میکنم که مبادا به خاطر گفتار و عملکرد نسنجیده و مغرضانه برخی افراد نابخرد از علمای شیعه که وجود دارند، مبادا بدین خاطر شما از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کدورتی رو به دل راه بدهید. ائمه‌ای که شیعه خود را به آن نسبت میدهد عزیزان اهل سنت و الجماعت هستند، بزرگان اهل سنت و الجماعت هستند، ائمه اهل سنت و الجماعت هستند، راویان اهل سنت و الجماعت هستند و دوست داشتن این بزرگواران جزء ایمان ما هست. ما اهل سنت و الجماعت تقیه رو نداریم و از کسی خوف و هراسی هم نداریم. اینو صراحتاً و با گفتاری رسا و آشکار بیان میکنیم که ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بلا استثناء دوست داریم و محبت اهل بیت را، تمامی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جزء ایمان خودمون میدانیم و محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب و در دلهای تک تک و فرد فرد اهل سنت و الجماعت وجود دارد. و همچنین توصیه میکنم به برادران و عزیزان اهل تشیع، اونهایی که شیعیان واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، عرض میکنم که مبادا یاوه ها و تهمت هایی رو که آخوندهای منفعت طلب بیان میکنند در مورد اهل سنت و الجماعت، در مورد دیدگاه اهل سنت و الجماعت نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مبادا این یاوه ها و این پریشانگویی ها رو باور بکنید. آنچه واقعیت هست، ما خود ما اهل سنت و الجماعت در مورد ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم. اگر میخواید دیدگاه اهل سنت و الجماعت را در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بدانید و بشنوید، اندکی و فرصتی رو اختصاص بدید تا اینکه پای این برنامه بنشینید و عقیده اهل سنت و الجماعت را و اظهار محبتی را که دارند و ارادتی را که دارند نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید و مشاهده بکنید و به واقعیت ها در واقع برسید. جزاکم الله خیر. همونطوری که بارها گفتیم بینندگان عزیز و گرامی، هدف از به وجود آمدن این ادیان باطل بدنامی اسلام و توهین به مقدسات اسلام بود. همون گونه که بارها گفتیم عبدالله ابن سبع یهودی برای اینکه اسلام رو از داخل از بین ببره فرقه ای رو تأسیس کرد که شعارشون محبت اهل بیت بود، شعارشون پیروی اهل بیت بود. اما در حقیقت هدف اصلی عبدالله ابن سبع یهودی و شاگردانش و این مراجع و آخوندهایی که تا امروز هم در ایران، در افغانستان، در پاکستان، در بحرین، در کشورهای مختلف به نان و نوایی رسیدن، اگر شما بررسی بکنید، مطالعه بکنید، هدف اصلی اینها بدنام ساختن اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و توهین و اهانت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
امروز چرا در ایران میبینیم که جوانها از دین زده شدن، از دین بیزار شدن؟ بیشترین تعداد جوانهایی که ملحد میشن شیعیانی هستن که از دین زده شدن. سببش وجود همین آخوندها و وجود همین خزعبلات و خرافات در این مذهب است که نمونه‌هاشو در برنامه امشب انشاءالله در مورد سیدنا علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین با هم از زبان حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم شنید. امیدواریم که شیعیان عزیز کمی دقت بکنن و همونطوری که جناب استاد فرمودن و یکی از علمای معاصر من ازش شنیده بودم میگفت که برای شیعه کافی است که بره کتابای خودش رو مطالعه بکنه. وقتی که اصول کافی رو شما مطالعه بکنید پی به حقیقت این مذهب میبرید. جناب استاد در خدمت شماست. ما روال کارمون در این برنامه و در بررسی ابواب امامت ائمه باب الاشاره و النص بر هر یک از این ائمه ابتدا باب مولد اون امام را در کتاب اصول کافی بررسی میکردیم. امشب هم ابتدا میپردازیم به باب مولد علی ابن حسین علیه رضی الله تعالی عنهما که در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 466 هست این باب. و چون که از دیدگاه خود علامه مجلسی این روایاتی که در این باب هستند روایات صحیحی نیستند، روایاتی نیستند که قابل اعتماد باشند از یک جهت، و از جهت دیگر مطالبی را که با ارزش باشند، نشان کرامتی باشند یا افتخاری باشند، فضیلتی برای زین العابدین باشند، در این ابواب وجود ندارد و در این باب مولد علی ابن حسین و اضافه بر این خود این روایاتی که وجود دارند با همدیگر متناقض هستند و با متضاد هستند با هم دیگر. بدین خاطر ما در جلسه امروز تمام این روایات را تک تک بررسی نخواهیم کرد، فقط صرفا برمیگردیم به این که نظر علامه مجلسی در این مورد چی بوده. در کتاب مرآت العقول که شرح اخبار آل رسول هست، دوستان اگر نمایش بدن این جلد کتاب رو که بارها این کتاب رو معرفی کردیم، مهمترین و معروفترین شرحی هست که بر کتاب اصول کافی در واقع نوشته شده و کتاب مرآت العقول هست. این صفحه اول و شناسنامه این کتاب هست که و چاپ شده در دارالکتب اسلامیه، در دارالکتب اسلامی تهران و بازار سلطانی. و مرآت العقول و جلد ششم این کتاب هست، جلد ششم. در اول این جلد ششم باب مولد علی ابن حسین هست، در ابتدای جلد ششم باب مولد علی ابن حسین هست. علامه مجلسی وقتی که روایات این باب را آورده و بررسی کرده، هیچ یکی از روایات این باب که 6 روایت هستند صحیح 100% نیست. یعنی صحیحی که بر روی آن در سندش حرفی نباشد، علما اتفاق نظر بر صحتش داشته باشند، حتی یکی از این روایات صحیح قطعی و 100% نیست. همون گونه که عرض کردم هیچ یکی از این روایات دلالت بر فضیلت و افتخاری برای سیدنا علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه نمی کنند. در این باب 6 روایت در اینجا ذکر کرده جناب آقای صحت الاسلام کلینی با زحمات 20 ساله‌ای که کشیدن. روایت اول ضعیف هست که قابل اعتبار نیست. روایت دوم موثق هست، یعنی اینکه راویش از شیعیان اثناعشری نیست، گرچه علامه مجلسی گفته که این موثق هست، در حد صحیح هست، اینو به عنوان یک حدیث صحیح در واقع قبول کرده. روایت سومش مرسل هست، روایت چهارم مجهول هست، روایت پنجم را گفته حسن هست و روایت ششم مشهور علی ضعیف علی مشهور، بنابر قول مشهور گفته ضعیف هست و گفته که معتبرون عندی. اما همون گونه که عرض کردم این روایاتی که در این باب وجود داره از نظر محتوایی هیچ گونه ارزشی رو نداره و با هم دیگر در تناقض و تضاد هست و با روایات دیگری که در کتاب اصول کافی و کتاب‌های دیگرشون وجود داره. ابتدا خود نظر علامه مجلسی رو از کتاب خودش خدمت بینندگان من نمایش میدهم. این بابی هست که مشاهده کردید، باب مولد علی ابن حسین هست، علی ابن الحسین علیه السلام، و در ابتدایش تاریخ تولد این امام بزرگوار رو بیان کردن و در صفحه 3 این کتاب جلد 6 صفحه 3 هست. در اینجا اولین روایت این باب هست، حسین ابن حسن الحسنی، و علامه مجلسی در آخر این صفحه نظر خودش رو بیان کرده. الحدیث الاول ضعیف، روایت اول ضعیف هست و آخره مرسل، و آخرش هم مرسل هست، یعنی این که افرادی از سند افتادن. این روایت اول این باب هست و روایت دوم این باب در صفحه 8 هست
الحدیث الثانی موثق کالصحیح، موثق هست در حد صحیح. من بارها این اصطلاح موثق رو خدمت بینندگان عزیز بیان کردم. موثق یعنی روایتی که راوی آن شیعه نیست، روایتی که راوی آن شیعه اثناعشری و امامی اثناعشری نیست. اهم از این که شیعه عادل نیست یا شیعه ممدوح نیست، این در درجه پایینتر هست، یعنی اساساً اعتقادی به امامت ائمه اثناعشر نداشته، یا سنی هست یا این که واقفی هست یا بقیه فرقه های شیعه. پس بنابراین این روایت رو میگه موثق هست اما در حد صحیح است. و روایت سوم را در اینجا در آخر صفحه که بازم در همین صفحه هست، الحدیث الثالث مرسل، این مرسل هست، این افرادی از سند این روایت افتادن، معلوم نیست که چه کسانی هستند. روایت چهارم این باب را ذکر کرده، الحدیث الرابع مجهول، ناشناخته هست، افرادی که اینو برای ما بیان کردند افراد شناخته شده نیستند. و روایت پنجم را که بهتر از نظر درجه بهترین حدیث این باب هست گفته که حسن هست، یعنی این که راویش یک شیعه امامی منتها ثقه نیست و عادل نیست بلکه شیعه ممدوح هست. این نظر خود علامه مدرسی است، گرچه در این مورد بحث و حرف و حدیث هم زیاد هست. و در صفحه آخرش و جلد و روایت ششمی که در این باب هست، روایت ششم سعد بن عبدالله و عبدالله ابن جعفر این روایت کردند. علامه مدرسی میگوید الحدیث السادس ضعیف علی المشهور صحیح عندی، بنابر قول مشهور این ضعیف است، این روایت ضعیفی هست، منتها به عنوان یک روایت صحیح این رو در واقع قبول کرده. الان این روایتی رو که در آخر گفته که ضعیف عندی، این روایت از نظر محتوا چیزی رو در این نیست. این روایت از ابن مسکان آورده، محمد ابن سنان از ابن مسکان هست، از ابی بصیر هست که هر سه این راویان ما در جلسات گذشته به صورت مفصل روشون بحث کردیم و به هیچ عنوان روایت این افراد رو نمیشود گفت که روایت صحیح است. اما آقای مدرسی گفته که برای من معتبر و صحیح است. این از ابی عبدالله نقلش کرده، میگه قبض علی ابن الحسین و هو ابن 57 که علی ابن حسین در سن 57 سالگی از دنیا رفته. خب این مطلبی نیست ما بخوایم برای اینو دوباره وقت بذاریم بررسی سندی بکنیم که آیا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. نهایتش این است که تاریخ تولد و وفات و سن و عمر امام رو بیان کرده. و فی عام 95 در سال 95 ایشون از دنیا رفتن. عاش بعد الحسین 35 سنه، ایشون بعد از امام حسین 35 سال در واقع زنده بودن. یعنی هیچ کدام از این روایات دلالت صریح بر امامت نداره اونطوری که ادعا میکنه. در صورت این باب مولدش هست، باب امامتش رو بعدا انشالله بررسی خواهیم کرد، اما خود این فضیلتی رو نداره. این حدیثی رو که گفته که ضعیف علی المشهور صحیح عندی یک بحث تاریخی هست که امام در فلان تاریخ به دنیا اومدن، در سن چند سالگی از دنیا رفتن و در سال فلان در واقع فوت کردن. این بحثی نیست که ما بخوایم روش در واقع بحث بکنیم. راویش هم کمون ابو بصیر خودمون است که بله ابو بصیر ابن مسکان و محمد ابن سنان و تمام این راویان که هر یکی اشکالات و ایرادات خاص به خودشون رو داره. و جالب اینجا هست که خود این روایتی رو که علامه مدرسی آورده و گفته که برای من معتبر و صحیح است، خودش خلاف این رو آورده و بیانش کرده و این خود این روایت با روایات دیگر در واقع تناقض داره. آقای مجلسی در ذیل همین روایت که گفته روایت صحیح است آورده نقل قول کرده از چند نفر از علمای شیعه. از کتاب کشف الغمه نقل قول کرده که توفی علیه السلام فی 18 المحرم، که امام زین العابدین در 18 محرم از دنیا رفتند. 18 محرم سال 94 سال 94، در صورتی که در اصل روایت اونجا اومده بود که در سال 95 از دنیا رفتن. 95 فی عام 95 در اینجا نقل قول کرده که در محرم 18 محرم سال 94 در واقع ایشون از دنیا رفتن. و روایت دیگه وقیل 95 و در برخی از روایات گفته که 95 بوده. در آخر این مطلبی که در اینجا ذکر کرده بازم از کتاب اعلام الورا مطلبی رو نقل کرده که و توفی علیه السلام بالمدینه یوم السبت، روز شنبه بود، ل12 لیله بقیت من المحرم، 12 شب مونده بود از ماه محرم، 12 شب مونده بود از ماه محرم، یعنی دقیقاً مطابقت با همون تاریخ قبلی داره. بقیت من المحرم سنه 95 من الهجره. الان من منظورم از این مطلبی که در اینجا ذکر کردن نقد کردن سال وفات امام نبود، فقط ماهش در اینجا مهم هست.
ماهش که در هر دو این نقل قولی که از کتاب کشف الغمه و کتاب اعلام الورا کرده، در اینجا تاریخ وفاتشون رو 18 ماه محرم ذکر کرده. 18 ماه محرم، در صورتی که بنابر روایاتی که شیعه دارن وفات امام زین العابدین باید در ماه ربیع الاول اتفاق می افتاد. وفاتیشون باید در ماه ربیع الاول اتفاق می افتاد. به طور مثال یک از این روایات رو من خدمت بینندگان عرض می کنم. روایتی هست در کتاب اصول کافی، باب ان الائمه علیهم السلام یعلمون متى یموتون و انهم لا یموتون الا باختیار منهم. کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 258. در اینجا روایتی رو دارد که روایت سوم این باب هست. محمد ابن یحیی نقلش کرده با سند خودش از جعفر عن ابیه انه اتى علی ابن الحسین، که باقر میگوید که از باقر نقل شده که ایشون رفتن نزد علی ابن حسین لیلتا قبض فیها، شبی که ایشون از دنیا در واقع رفتن و قبض روح شدن، فیها به شراب، خودشون یک شرابی رو بردن. البته اگر این در کتاب اهل سنت بود میگفتن یعنی شراب نوشیده. شراب در اینجا به معنی شراب و خمر و می نیست، یک نوشیدنی رو برای ایشان برد. فقالت یا ابتی اشرب هذا، ای پدرم این نوشیدنی رو بنوش. هذا فقال یا بنی ان هذه الليله التي اقبض فيها، این همان شبی هست که من در آن از دنیا خواهم رفت. و هي الليله التي قبض فيها رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این همان شبی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند. به اعتقاد شیعه و سنی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در چه ماهی بوده؟ ماه ربیع الاول. منتها اهل سنت میگن 12 این ماه بوده، هم ولادتش و هم وفاتش. شیعه میگن که نه 17 این ماه بوده. یعنی بنابر این روایتی که در اینجا اومده و بنابر تاریخی که ثبت شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه ربیع الاول از دنیا رفتن. آقای مدرسی اومده در ذیل همین روایت که به قول خودش صحیح است، روایاتی رو نقل کرده، نقل قولی رو کرده از کشف الغمه و اعلام الورا که مخالفت هست دارن و تضاد دارن در واقع با این روایتی که من خدمت شما از کتاب اصول کافی ذکر کردم. این یک مطلب. و مطلب دیگری که در این زمینه مهم هست و من به صورت مختصر این مطالب را بیان میکنم فقط به عنوان یک نمونه باشه که در این کتاب و در این باب این روایت عرض کردم که از نظر ارزش علمی و محتوایی که داشته باشند کاملا در واقع ارزشی رو ندارند، هم از نظر سندی و هم از نظر محتوایی. بحث سندیشو علامه مجلسی بیان کرد که نیازی نیست من تعلیقی روی این داشته باشم و توضیح بیشتر از این رو در این زمینه بیان بکنم. هیچ یکی از این روایات این باب با 100% صحیح و قابل قبول نیست. منتها آقای مجلسی یکی رو گفته موثق هست مانند صحیح قبولش کرده، یکی رو گفته همه میگویند ضعیف علی المشهور صحیح عندی و صحت و سقمش هیچ نقشی رو در این زمینه نداره. یک تاریخ هست، چه این روایت صحیح باشه غیر صحیح باشه، این محتوای این روایت فقط یک تاریخی رو، تاریخ تولد و وفات و عمر انسان رو در واقع عمر زین العابدین رو بیان کرده. در اینجا 2 تا از روایاتش یک افسانه‌ای رو ذکر کرده. روایت دوم و سوم اینها یک بحثی رو ذکر کرده که یکی از شترانی که زین العابدین داشته بعد از وفات ایشون اومده و سر قبر ایشون در واقع خوابیده بوده و خودش رو به قبر میمالیده و نمیدونم این چه فضیلتی برای امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه میخواد ثابت بکنه. منتها خود همین روایت 2 روایتی که در اینجا ذکر کرده و این مطلب را آورده، تقریبا 3 روایت هستند که در اینجا این مطلب رو بیان کرده و در مورد این داستان هستند. هر یکیشون با هم دیگر متناقض و تناقض دارند و متضاد با هم دیگر هستند. به طور مثال دوستان اگر نمایش بدن در همین باب مولد علی ابن حسین است، در اصل کتاب اصول کافی باب مولد علی ابن حسین و جلد 1 این کتاب هست، کتاب الحجه صفحه 466 و روایت دوم این باب، روایت دومش در اینجا نقل شده از کان علی ابن الحسین. اینو از ابو جعفر میگوید، امام باقر میگوید که علی ابن حسین یک شتری رو داشت که میشه با این شتر میرفتند حج و هیچ وقت با این شتر بد رفتاری نکرده بودند و اذیت نکردند این شتر را. میگوید که فجاءت بعد موته و ما شعرنا، این شتر بعد از وفات امام زین العابدین اومد و ما متوجه نبودیم، این نقطه رو میخوام، و ما شعرنا، ما متوجه نبودیم الا وقد جاءنی بعض خدمنا، من
متوجه نبودم. یکی از خادمین ما اومد و گفت که بله این شتر اومده رفته سر قبر علی ابن حسین و در اونجا خوابیده و خودش به قبر میماند. حالا خود این روایت امام معصومی که عالم به ما کان و به ما یکون هست و این معجزه‌ای هست که در اینجا آورده بیانش میکند. یک شتر اومده سر قبر امام زین العابدین خوابیده. منتها در اینجا امام میگه من متوجه نبودم، نمیدونستم، یک دیگران به من گفتند، خادمان اومدن به من گفتم که این شتر در واقع اومده. و در اینجا میگه که فقلت، من بهشون گفتم ادریکوها، برید اون نگه دارید، برید دنبالش، و جیعونی بها، اونو پیش من بیارید، قبل ان یعلموا بها او یروها، قبل از اینکه دیگران یعنی اهل سنت یا عموم مردم اینو ببینند و بدونند که چنین اتفاقی افتاده. الان دیگه شاید هم از ترس شیعه ها اینو گفتند که مبادا امامزاده براش درست بکنند، ازش تبرک بجویند. به هر صورت امام من کرده که اینو زود بیارید تا کسی خبر نشود. خب این یک مطلب هست. در اینجا گفته که این شتر از جای دیگر اومد و امام هم نمیدونست که این شتر اومده. امام خودش یک فردی رو فرستاده که بره این شتر رو بگیرند و بیاورند. در حدیث دوم که در اینجا ذکرش کرده، جاءت ناقة له من الرعی، این شتر امام از چراگاه اومد، از چراگاه اومد تا اینکه رفت سر قبرش، ضربت بجران علی القبر و تمرقت علیه فامرت بها فردت الی مرعاها، من دستور دادم اینو دوباره برگرداندند، بردند به همون چراگاه و از اون جایی که آمده بود. در روایت بعدی که روایت 4 این باب هست، در اینجا میگه که فقمتم، در همون شب بود. جالب است در اینجا که میگه که از ابی عبدالله قال لما كان في الليله التي وعد فيها علی ابن الحسین، در شبی که قرار بود که علی ابن حسین از دنیا برود، قال لمحمد، به محمد گفت، یعنی امام باقر و پدر ابو عبدالله، یا بنی ابغنی وضوءا، فرزندم برای من آب وضوئی بیار. قال فقمت فجئته بوضوء، من رفتم آب وضوئی آوردم. قال لا ابغي هذا، امام گفت نه من این آب نمیخوام. امام معصوم، امام باقر آب وضوئی آورده برای امام معصوم که پدرش باشه، امام زین العابدین. اما زین العابدین میگه من اینو قبول ندارم، این آبو نمیخوام، این آبو برگردون. فإن فیه شیئا میتا، یک چیزی تو این آب افتاده و مرده. قال فخرجت فجئت بالمسار، رفتم چراغ آوردم روشن کردم، فاذا فیه فارة میتة، دیدم که یک موشی افتاده تو این آب و در واقع مرده و این آب نجس هست. فجئته بوضوء غیره، این بردم و یک آب دیگر آوردم. الان هر دو تاشون امام معصومن، مگر امام باقر معصوم از خطا و نسیان و قبل از در واقع امامت و بعد از امامت نبوده. خود این روایت نقض میکنه اون عقیده ای رو که شیعه در مورد امام دارند. چطور امکان دارد که امام معصوم آب نجسی را برای امام معصوم ببرد که در واقع برای آن وضو بگیرد و امام معصوم هم متوجه می شود که این آب شایسته من نیست. به هر صورت در ادامه این روایت میگوید که یا بنی هذه الليله التي وعدتها، این همون شبیه هست که به من وعده داده شده. فاوصى بناقتی ان یحضر لها حصار، این دستور داد، وصیت کرد که برای این شتوری که داره یک حصاری رو دور برش بکشن. در روایت قبلی گفت که این از چراگاه اومده بود، خبر نداشتن. از این روایت برمیاد که این در داخل خونه بوده این شتر و امام دستور داده که دور برش یک حصاری رو بکشن. ان یحضر لها حصار و ان یقام لها علف فجعلت فیه، گفتند که جلوش علف بریزید و دور برش رو ببندید، حصار بکنید و اینو داخل اون حصار قرار بدید. قال فلم تلبث ان خرجت حتی اتت القبر، و طولی نکشید که این شتر رفت و به قبر خودشون رو رسون. خب در اینجا نگفته که امام زین العابدین مرده، هنوز بحثی از وفاتش نیست. امام زین العابدین وصیت کرده بود برای اینکه برش آب وضو بیارن و بعد از این وصیت کرد که این شتر رو ببندید، دور برش حصار بکشید و بعد از این بدون اینکه حرفی از مرگ امام زین العابدین بشه میگه این شتر رفت سر قبرش. الان نمیدونه قبل از وفات امام زین العابدین بوده بعد از وفاتش، در اینجا مشخص نیست. فضربت بجرانها، رفت و خوابید روی اون قبر و رغت و سر و صدا کرد و حملت عیناها و چشمش در واقع پر از اشک شد. فاوتی محمد ابن علی، به محمد ابن علی اومدن و خبر دادن. فقیل له ان الناقه قد خرجت، این شتر بیرون رفته. فاتاها، و در اینجا فاتاها خود امام رفت پیشش، امام باقر رفت پیش شتر. در اونجا در دو روایت قبلی گفته بود یک کسی رو فرستاد که برای دنبال اون شتر تا این قبل از اینکه مردم اونو ببینن. این سه تا از روایات این باب این مطالبی هست. این مطلب هیچ گونه کرامت و هیچ گونه افتخاری برای امام زین العابدین نیست، گذشته از این که این روایات از نظر سندی ضعیف هست و مجهول هستند. این روایت 4 مجهول است، روایت 3 مرسل هست و روایت 3 هم موثق هست که صحیح گفته. از نظر سندی هم اینها
مخالف هستند، ارزشی رو ندارن و از نظر محتوایی هم این محتواش هست و نیازی بیشتر از این نیست که ما بیشتر به این مطالب در بیشتر به داستان سرایی میمونه و قطعا یاوه‌گویی هست، افسانه سرایی هایی هست که فقط شیعه یا روافض، اونهایی که عقل خودشون رو سپردن به آخوندان، چون این افراد فقط میتونن این یاوه ها و این افسانه ها رو در واقع قبول بکنن، گذشته از این که از نظر علمی هم سند صحیحی در واقع از دیدگاه خودشی هم ندارن. پس بنابراین من بسنده میکنم به بررسی این باب، بقیه احادیث این باب رو من بررسی نمیکنم، منتها میپردازیم به مسائل دیگری که در این باب قابل ذکر کردن هست. بله، جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز و گرامی، لحظاتی رو گذراندیم با اصول کافی و واقعا حرفای عجیب و غریبی که در این کتاب وجود داره. میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و ادامه برنامه حجت بی حجت که موضوع برنامه ما در این هفته علی ابن الحسین امام زین العابدین است. با ما همراه باشید. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. امام زین العابدین علی ابن الحسین از جمله شخصیت‌های متقی و پرهیزگار و معروف اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که در نزد اهل سنت نیز جایگاه بزرگی داره. ما که در نیم ساعت برنامه از کتاب اصول کافی که هفته گذشته بود که یکی از آیات عظام در شبکه خودش با افتخار میگفت که اصول کافی نور داره و صحیح بخاری نور نداره. ما در حدود 1 سال از این برنامه شاید بگذره، ما غیر از تاریکی، غیر از ظلمت، غیر از توهین و اهانت به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، توهین و اهانت به الله، به رسول الله و به قرآن کریم، چیز دیگری در این کتاب ندیدیم. و این باب مولود یا ولادت امام زین العابدین رو در کتاب کافی دیدید و خزعبلات و دروغایی که سرهم کرده بودن. جناب استاد، علمای اهل سنت هم نسبت به همه اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاصتا به امام سجاد، امام زین العابدین توجه و اهتمام خاصی داشتن. شعرا شعرهایی در مورد این شخصیت والا سرودن و کسانی که به سیرت علما و اعلام مسلمین اهتمام داشتن
حتما در کتاباشون این رو امام سجاد رو به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام ذکر کردن و فضائل این امام بزرگوار رو در کتاباشون آوردن. ما که فضیلتی در مورد این امام ندیدیم در باب مولد ایشون در کتاب اصول کافی. اگر لطف بکنید در مصادر اهل سنت این فضائل رو، یعنی مصادر حقیقی اسلام، چون ایشون یکی از امامان بزرگ اهل سنت هستن، بفرمایید. من همون گونه که در ابتدای این برنامه من اشاره کردم، اعتقادی رو که اهل سنت و الجماعت نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند شعار نیست، نه به خاطر شعار هست و نه به خاطر منفعت طلبی و سودجویی هست. اون گونه که بسیاری از علمای شیعه و مذهب رفض در واقع این گونه هست، شعار میدهند برای محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در قالب محبت توهین میکنند، بی حرمتی میکنند به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما بارها اینو نشان دادیم از کتابای خود شیعه و روافض و در برنامه‌های آینده ان شاء الله نمونه‌هایی رو عرض خواهیم کرد و چه بسا که منفعت دارند در این زمینه و دنبال سود و منفعت شخصی خودشون هستند که اگر این مذهب رو رها بکنند، این کتاب‌ها رو رها بکنند، این روایات رو رها بکنند، این دروغ بردازی و پریشانگویی رو رها بکنند، چه بسا که خمسی به آنها نرسد و حق و سهم امامی به آنها نرسد و از نظر مادی و دنیوی هم در واقع متضرر بشوند. اما اهل سنت و الجماعت ایمانی رو که دارند بر اساس ایمان خودشون با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دارند. من در برنامه‌های متعددی اینو عرض کردم که شیعه یا روافض بیایند در طول تاریخ اسلام یکی از ائمه اهل سنت و الجماعت رو معرفی بکنن، در کتاب خودش بیارن نشون بدن به ما که فلان عالم سنی در مورد فلان امام از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذره اهانت رو روا داشته باشه. چنین چیزی وجود ندارد. تمام اهل سنت و الجماعت، حتی اون کسانی که متهم هستند که ناصبی هستند و به تعبیر آقایون وهابی هستند، اونها بالاترین درجه احترام و ارادت و در واقع ارادت رو دارند نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکی از علمای سرشناس اهل سنت و الجماعت که آقایون ایشونو ناصبی مطرح کردند، معرفی کردند و جالب اینجا است که شاگرد شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه است، علامه ذهبی رحمت الله علیه که یکی از نقادان اهل سنت و الجماعت است و یکی از رجال شناسان اهل سنت و الجماعت یا به تعبیر آقایون نواصب یا وهابی ها است که بارها اینو صراحتا اعلام کردند. من از این کتاب گوشه هایی از مناقب و فضائل این بزرگوار را، امام زین العابدین را، و گوشه‌ای از اعلام نظر و دیدگاه اهل سنت و الجماعت را در مورد این امام بزرگوار بیان می‌کنند. دوستان نمایش بدن این کتاب را. کتاب سیر اعلام نبلا هست که دوستان قبلا این کتاب باش آشنا هستند و تصنیف امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی که شاگرد علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه بوده، متوفای سال 748 و این چاپ مؤسسه الرساله هست و این هم صفحه اول این کتاب هست و مشخصات این چاپی که در اینجا وارد چاپ دومش هست مؤسسه الرساله ناشرون هست و تمام آدرس و علائمی که در اینجا وجود داره. صفحه اولش هست سیر اعلام نبلا، امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی هست، متوفای 748 هجری و 1374 میلادی و تحقیق این کتاب شعیب ارناؤوط و همچنین این جزء را مامون ساغرچی در واقع تحقیق کرده. جزء 4 هست مؤسسه الرساله که یکی از کتاب‌های معروف اهل سنت و الجماعت در مورد نقد رجال هست. در این کتاب و جلد 4 که من عرض کردم، یکی از شخصیت هایی که در اینجا ذکر کرده و شخصیت 157 هست. دوستان این نمایش بدن. شخصی صفحه 386 هست، 386 علی ابن حسین و 157 علی ابن الحسین، علامت عین هم زده که علیه السلام. این گونه معرفیش کرده. این در واقع 15-16 صفحه هست که در مورد این امام زین العابدین در اینجا روایاتی رو آورده، مطالبی رو از علما و بزرگان اهل سنت و الجماعت نقل کرده که من به اندازه‌ای که در واقع فرصت باشه به برخی از این نقل قول‌ها میپردازم.
خود علامه ذهبی رحمت الله علیه میگوید که ابن الامام علی ابن الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب، حسین فرزند امام علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هست. السید الامام به امام زین العابدین میگه، السید الامام زین العابدین، سید و بزرگوار و سرور امام زین العابدین هاشمی علوی مدنی، هاشمی علوی مدنی. و بعد از این کنیه ایشان رو در واقع یکن ابوالحسین و یقال ابوالحسن الی آخر. و من به خاطری که زیخ و فقط گوشه ای از این مطالب را در اینجا بیان میکنم. حدث ایضا اساطیرش رو در اینجا بیان کرده، از چه کسانی در واقع نقل حدیث کرده. حدث ایضا عن جده مرسلا، از جد بزرگوار خودش نقل کرده، از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، از صفیه ام المؤمنین، و این روایتش در صحیحین هست. روایات زین العابدین در صحیحین هست و از ابو هریره و عایشه روایت کرده و روایاتش در صحیح مسلم هستند و از ابو رافع روایت کرده و همچنین از عمویش حسن و عبدالله ابن عباس و بقیه کسانی اساتیدی که داشته از اونها روایت کرده. و در آخر این صفحه میگوید که از قال ابن سعد، از ابن سعد روایت کرده که هو علی الاصغر اما اخوه علی الاکبر فقتل مع ابیه بکربلا، در کربلا شهید شد. و کان علی ابن الحسین ثقة مأمونا کثیر الحدیث عالیا رفیعا ورعا. این چه صفاتی رو اهل سنت برای زین العابدین ذکر کردن؟ ثقه هستند، مورد اعتماد هستند، روایات زیادی رو دارند، بلند مرتبه هستند و بزرگ هستند، والا هستند، ورعاً بسیار متقی و پرهیزگار بودند. و همچنین از زهری نقل شده که ایشون میگن ما رأیت قرشیا افضل من علی ابن الحسین، من قریشی رو که برتر از علی ابن حسین بوده ندیدم و سراغ ندارم. و در صفحه بعدش نقل میکند همچنین از زهری ابن عینه نقل میکند، از زهری قال میگوید که ما کان اکثر مجالستی مع علی ابن الحسین، بیشترین مجالست من با علی ابن حسین بوده. و ما رأیت احدا کان افقه منه، کسی رو فقیه‌تر از زین العابدین من ندیدم. ولکن کان قلیل الحدیث، حدیثشون در واقع کم بوده. در صورتی قبلا ابن سعد آورده بود کثیر الحدیث بوده، در اینجا نظر زهری بوده که روایت اندکی رو داره. و همچنین از زهری بازم نقل شده کان علی ابن الحسین من افضل اهل بیتی، برترین اهل بیتش بودن در زمان خودشون. و احسنهم طاعتا و احبهم الی مروان و الی عبدالملک، حتی به محبوب خلفای بنی امیه هم بودن. بعضی میگوید که لم ادرک من اهل البیت افضل من علی ابن الحسین، از اهل بیت با فضیلت تر از علی ابن حسین من ندیدم. و از مالک نقل شده که لم یکن فی اهل البیت مثله، مانند اینشون در اهل بیت وجود نداشته. حماد ابن زید از یحیی ابن سعید میگه سمعت علی ابن الحسین و کان افضل هاشمی ادرکته، من از علی ابن حسین این روایت رو شنیدم، این مطلب رو شنیدم و ایشون برترین فرد بنی هاشم بودم که من ایشون رو دیدم. ایشون میفرمودند یا ایها الناس، ای مردم، احبونا حب الاسلام، به خاطر دین و اسلام ما رو دوست داشته باشید. فما برح بنا حبکم حتی صار علینا عارا. متاسفانه این اشاره میکنه به محبت افراطی که برخی از شیعه داشتن. میگه شما ما رو به گونه‌ای دوست می‌دارید که این برای ما یک عیب و عار شده، ننگ شده این محبتی که شما نسبت به ما دارید. و در کتاب‌های اهل تشیع هم این اومده که ایشون منع می‌کردن که در مورد ما چنین اعتقادی رو با این غلو و افراط نداشته باشید. ابوبکر ابن البرقی میگوید که نسل الحسین كله من قبل ابنه علی الاصغر. و در آخر میگوید و کان افضل اهل زمانه، برترین اهل زمانشون بود. اجلی میگوید که علی ابن الحسین مدنی تابعی ثقه، ایشون ثقه بودند. و همچنین از ابوبکر ابن ابی شیبه صاحب کتاب المصنف نقل شده که میگوید که قال اصح الاسانید كلها، برترین سندها، صحیح ترین سندها این سند هست که زهری از علی ابن حسین از پدرش از علی رضی الله تعالی عنه، یعنی این برترین سند هست. این از بس که این سند موثقی هست، در درجه بالا هست، این جز سندهای بسیار عالی هست. و همچنین یک فردی به ابن مسیب گفت که ما رأیت اروع من فلان، من از فلانی شخصی رو متقی‌تر، پرهیزگارتر، پارساتر ندیدم. قال هل رأیت علی ابن حسین، علی ابن حسین رو دیده بودی؟ قال لا، نه. گفت من ندیدم ایشون رو. قال ما رأیت اورع منه، ابن مسیب میگوید که من از علی ابن حسین کسی رو متقی‌تر ندیدم. و جویری ابن اسما میگوید که ما اکل علی ابن حسین به قرابتی من رسول الله صلی الله علیه و سلم درهما قط، ایشون اینقدر بزرگوار بودند که به نام رسول الله، به خاطر اینکه اهل بیت رسول الله هستند، حتی یک درهم از مردم نگرفتن که من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی هستم. خمس نمیگرفتن؟ نه، خمس
میگرفتن به نام نسب خودشون و به نام رسول الله که اهل بیت هستند به هیچ عنوان نان نمیخوردن با این نامی که ایشون داشتن. و روایتی رو در اینجا ابی نوح انصاری ذکر کرده، میگه که در خونه ایشون آتش سوزی اتفاق افتاد در یک خونه ای که علی ابن حسین در اونجا بود، علی ابن حسین و هو ساجد، ایشون در سجده بود. فجعلوا یقولون یا ابن رسول الله النار، ایشون میترسیدن ای فرزند رسول الله آتش اومد، آتش آتش. فما رفع رأسه حتی طفئت، ایشون سرشون از سجده بلند نکردن، هیچ توجهی نکردن تا اینکه آتش خاموش کردن آتش را. فقیل له فی ذلک، گفتند که چرا بلند نشدی؟ ما گفتیم که آتش داره آتش سوزی میشه، تو چرا سرتو از سجده بر نداشتی؟ فقال الحتنی عنها النار الاخرى، اون آتش جهنم رو از این مرا در واقع مشغول کرده بود، من در فکر آتش جهنم بودم که فکرم به این آتش دنیا نبود. و روایت شده که ایشون اذا قام الى الصلاه اخذته رعده، وقتی که میخواستند به رای نماز بدنشون میلرزید. فقیل له، بهش گفتن چرا بدنت میلرزد؟ فقال تدرون بین یدی من اقوم، شما میدونید که الان من میخوام جلوی چه کسی بایستم، و من اناجی، میدونید من با چه کسی مناجات میکنم. و عنه انه کان اذا توضا اصفر، وقتی که ایشون وضو میگرفتن رنگشون میپرید، به همین خاطر که میدونستن که بعد از وضو میرن در پیشگاه الله متعال در واقع میایستن. و همچنین در روایتی از سفیان اومده که حج علی ابن الحسین فلما احرم اصفر، وقتی که ایشون احرام بستن میخواستن برن برای حج رنگشون زرد شد و انتفض و به خود لرزیدند ولم یستطع ان یلبی، از بس که خوف و خشیت داشتن از الله متعال نتونستند که تلبیه بگویند و لبیک اللهم تکرار بکنند. فقیل الا تلبی، گفتند که چرا تلبیه نمیگویی؟ فقال اخشى ان اقول لبیک فیقول لی لا لبیک، میترسم بگم که پروردگارم لبیک، اما از جانب الله متعال پاسخ برسه که لا لبیک، که تو لبیک رو در واقع نداشته باشی. فلما لبى غشی علیه، وقتی که تلبیه گفتند بیهوش شدن، افتادن روی زمین. و سقط من راحلته فلم یزل بعد ذلك به حتی قضا حجه، وقتی که روی سواری بودن تلبیه گفتند از بالا بیهوش شدن، افتادن پایین و در واقع مجروح هم شدن. به همین صورت رفتن حج خودشون رو در واقع انجام دادن. و روایت متعددی در این زمینه اومده. جریر ابن عبدالله ابن عمرو ابن ثابت میگوید که زمانی که علی ابن حسین وفات کردن وجدوا بظهری اثرا مما کان ینقل الجر، از بس که ایشون کیسه گونی حمل میکردن، بار حمل میکردن پشت سرش خودشون بر شانه خودشون، دیدند که بدن ایشون کبود شده، پشت سرشون و کمر ایشون کبود شده، به خاطر این که این گونی ها رو حمل میکردن. باللیل الی منازل الارامل، میرفتن و به خانه انسان های بیوه و یتیم در واقع اینو میرسوندن. و همچنین شیبه ابن نعامه میگه لما مات علی وجدوا یعول 100 اهل بیت، ایشون 100 منزل رو و 100 خانوار رو خرج میدادن. در اینجا جالب هست این تعلیقی که علامه ذهبی میگه، قلت، امام ذهبی، لهذا کان یبخل، به این خاطر مردم بهش میگفتن بخیله. معروف است که امام زین العابدین رحمت الله علیه بخیل بودند که چی؟ برای خودشون جمع میکردن، برای مردم جمع میکردن. امام ذهبی رحمت الله میگه به این خاطر مردم بهش میگفتن این بخیل هستن. فانه ينفق سرا، ایشون مخفیانه میرفتن صدقه میدادن. و یظن اهله انه یجمع الدراهم، اما اهلش فکر میکردن این برای خودش داره مال و منال دنیا رو جمع میکنه. روایت متعددی در اینجا آورده و ذکر کرده. ابو حازم مدنی میگه ما رأیت هاشمیا افقه من علی ابن الحسین، سمعت وقد سئل كيف كانت منزلة ابي بكر وعمر عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من کسی رو فقیه تر از علی ابن حسین ندیدم. از ایشون سوال شد که ابو بکر و عمر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم چه جایگاهی رو داشتن؟ یه فاشار بیده الى القبر، اشاره کرد به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم قال بمنزلتهما منه الساعه، همین جایگاهی رو که الان دارن اون زمان هم داشتن، یعنی کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، نزدیکترین افراد به رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. یحیی ابن کثیر از جعفر ابن محمد نقل کرده از پدرش که مردی اومد نزد ایشون، نزد زین العابدین، فقال اخبرنی عن ابی بکر، نظر در مورد ابو بکر چی هست؟ فقال عن صدیق تسأل، میخوای از صدیق سوال بکنیم؟
قال و تسمیه صدیق، تعجب کرد اون سائل که تو هم میگی که ابوبکر صدیق؟ قال ثکلتک امک، مادرت به داغت بنشیند. قد سماه صدیقا من هو خیر منی، کسی که برتر از من هست ابوبکر را صدیق نامیده رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در آخر این روایت میگه و تولهما، با ابوبکر و عمر دوستی داشته باش. فما کان من امر ففی عنقی، هر مصیبتی که به تو رسید اون در گردن من باشه، من حاضرم که اینو قبول بکنم. در صفحه بعد میگه که نقطه بسیار جالبی رو در اینجا ذکر کرده. میگه که در میان حسن ابن حسن، حسن مثنا هست، حسن ابن حسن مجتبی، و بین ابن عمه علی ابن الحسین، و در میان علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین یک اختلاف اومد، اتفاق افتاد. فما ترک حسن شیئا الا قاله، حسن مثنا فرزند امام حسن هرچی از زمانش در اومد نثار جان امام زین العابدین کرد. و علی ساکت، اما زین العابدین ساکت بود. فذهب حسن مثنا حرف خودش زد و رفت. فلما کان فی اللیل، زمانی که شب شد، اتاه علی، امام زین العابدین رفت در خونش. فخرج، از خونه وقتی که حسن بیرون اومد، فقال علی یا ابن عمی، ای عموزاده من، ان كنت صادقا فغفر الله لی. سبحان الله. اینا هستن شاگردان مکتب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که گذشت، بردباری و فداکاری رو از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آموختند. فرمود که اگر تو راست میگی، اون گونه که تو گفتی من بد هستم، الله متعال مرا ببخشد، غفر الله لی. و این کنت کاذبا، اگر دروغ گفتی، افترا بستی، فغفر الله لک، الله متعال تو رو ببخشد و معاف بکند. و روایتی در این زمینه هم اومده و خیلی طولانی هست. و در نهایتش من این نقطه رو عرض بکنم که علامه ذهبی رحمت الله علیه درباره ایشان میگوید که و کان له جلالة عجیبه، ایشون یک هیبت عظیمی رو داشتن، امام زین العابدین. و حق له والله ذلك، میگه آفرین بر ایشون، سزاوار ایشون هست که چون این جلالت مقام و هیبتی رو داشته باشن. و کان له جلالة عجیبه و حق له والله ذلك، آفرین بر ایشون، این لیاقت رو واقعا داشتن. فقط کان اهلا للامامة العظمى، ایشون لیاقت امامت عظما رو داشتند، لیاقت این رو داشتند که خلیفه ایشون باشند، نه بنی امیه. لشرفه، به خاطر شرافتشون، و سعدده، بزرگواریشون، و علمه، علمی که داشتند، و تعلهه، عبادتی که داشتند، و کمال عقله، به خاطر کمال عقلش، لیاقت این رو داشتند که واقعا امام و خلیفه و پادشاه مسلمانان در واقع ایشون باشند، نه در واقع افراد دیگر. و جالب هست در اینجا در ادامه همین مطلب میگه که قصیده خیلی معروفی از فرزدق مشهور است درباره ایشون که ما خودمون میگه اینو شنیدیم که هشام بن عبدالملک خلیفه اموی وقتی که به حج رفتن، وقتی که میخواست که برود و حجر اسود رو استلام بکند، مردم بهش اجازه نمیدادند، مردم هجوم برده بودند. اما زمانی که امام زین العابدین می آمد، به احترام امام زین العابدین تمام مردم میرفتند کنار، ایشون راحت می آمد، حجر اسود رو میبوسید و دوباره طواف خودشون ادامه میداد. هشام ابن عبدالملک از این صحنه آزرده شد، من که خلیفه هم و قدرت دارم و کبکبای دولتی رو برای خودم دارم، اما کسی به من احترام نمیگذاره، راه باز نمیکنم برم استلام حجر بکنم، اما این کی هست که اومده و میخواد استلام حجر بکند، همه مردم راه رو برایش باز میکنن. میدونست، میشناخت قطعا علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما رو. گفت که نمیدونم، یعنی تجاهل کرد این کی هست که این همه احترام داره. فرزدق در اونجا بود، یک شعر بسیار جالبی رو گفت که من چند بیتش رو میخونم. میگه هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، اینو نمیشناسی؟ این کسی هست که زمین پایش رو، قدمش رو، رد پاش رو میشناسه که این کی هست. خانه کعبه اینو میشناسه، حل و حرم اینو میشناسن، تو نمیشناسی؟ یعنی حرم و خارج از حرم. بله، حرم و خارج حرم و تمام زمین، اصلا رد پایش و قدمش رو روز زمین پا میگذاره، میشناسند که این علی ابن حسین هست. هذا ابن خیر عباد الله كلهم، این فرزند برترین انسان هست از میان تمام انسانها. هذا التقی النقی الطاهر العلم، این انسان پرهیزگار و پاکیزه و طاهر و علم هست، برای خودش یک شخصیت بسیار والایی هست. اذا رأته قریش قال قائلها، وقتی قریش این فرد رو میبینن، گوینده قریش اعلام می‌دارد که الی مکارم هذا ینتهی الکرم، تمام مکارم و بزرگواری ها، افتخارات به افتخارات اینها منتهی می شود.
یکاد یمسکه عرفان راحته رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. از بس که دستش بو داره و خوشبو هست، وقتی که دست رو روی حجر میذاره نزدیک هست حجر دستش رو دوباره ویل نکند، از بس که خوشبو هست و حتی حجر هم ایشون رو در واقع میشناسه. این جملهش واقعا جالب هست. یغزی حیاء، ایشون از حیا و شرمی که دارن سرش رو پایین میاندازه. امام زین العابدین رحمت الله علیه و رضی الله تعالی. یغزی حیاء و یغزا من مهابته، خودشون از بس که شرم و حیا دارن سرشون همیشه پایین هست و مردمی که پیرامون ایشون هستن از بس که ایشون هیبت داره مردم چشمشون پایین هست. سبحان الله. ایشون به خاطر حیایی که دارن همیشه سرشون پایین هست و به خاطر هیبتی که ایشون دارند مردم اطرافیانشون سرشون پایین هست. فما یکلم الا حین یبتسم، از بس که هیبت داره زمانی که ایشون لبخند نزنه تا زمانی که ایشون نخندند و لبخند بر زبان و بر چهرهشون نباشه کسی جرأت نمیکنه که با ایشون در واقع صحبت بکنه. هذا ابن فاطمه ان كنت جاهل، اگر تو نمیشناسی بدون که این فرزند فاطمه هست. بجده انبیاء الله قد ختموا، با جد بزرگوار ایشون پیامبران الله متعال خاتمه یافتند، یعنی جد ایشون خاتم مرسلین و خاتم پیامبران بوده. این تقریبا 15-16 صفحه هست از مناقب و دیدگاه اهل سنت و الجماعت در مورد امام زین العابدین رضی الله تعالی عنهم. من میخوام در بعض از این که من گوشی از این مطالب رو عرض کردم و فرصت نشد که تمام این مطالب رو عرض بکنم به خاطر اینکه برنامه مطالب دیگری هم هست که عرض بکنم. من سوال میکنم از برادران شیعه، اون کسانی که واقعا پیرو حق و حقیقت هستند، میخواهند که دیدگاه اهل سنت را در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسند. از دو حالت خالی نیست، یا امام زین العابدین شیعه بوده یا سنی بوده. الان شیعه اینو میکشن برای خودشون که امام زین العابدین امام چهارم ما هست و واقعیت این بوده که ایشون اهل سنت و جماعت هستن. از این دو گونه خالی نیست، یا شیعه بودند یا سنی بودند. اگر سنی بودند که خب شما خودتون رو بیجا به ایشون نسبت دادید. اگر کسی بگه که این آقای ناصبی که آقای وهابی نمیدونم بهشون چی میگذارن ذهبی وقتی که ایشون تعریف کرده به خاطر اینکه سنی بوده. اگر سنی بوده پس بنابراین انتساب شما به امام زین العابدین انتساب ناجایز و نامشروع هست. و اگر شیعه بوده، بالفرض ما قبول کنیم که شیعه بوده، این هست اعتقاد اهل سنت و الجماعت، حتی کسانی که متهم به نسب و به وهابیت هستند، این هست نظرشون درباره ائمه شیعه. من تحدی میکنم شما تمام علمای شیعه و تمام شیعه بیارید یک فردی از علمای شیعه رو، مراجع شیعه رو که در مورد بزرگان اهل سنت و الجماعت این گونه نظری رو داشته باشند. اگر ایشون شیعه باشد این نشان از انصاف اهل سنت و الجماعت دارد که چون این انصافی رو ما در علمای شیعه در طول این قرون متمادی ما در واقع مشاهده نکردیم و سراغ نداریم حتی امروزه هم. اما واقعیت این بوده که امام زین العابدین رحمت الله علیه مانند پدر بزرگوارش، مانند بقیه بزرگان اهل بیت رسول الله و مانند فرزندان بزرگوارش ایشون اهل سنت و پیرو سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و این اعتقادی رو که امروزه شیعه دارند و خودشون نسبت میدن به این ائمه بزرگوار، این یک نسبت‌های ناجایز و نامشروعی است. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، دیدید آنچه از فضائل اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتب اهل سنت. علاوه بر این ما در کتاب صحیح بخاری حدود 25 حدیث از امام زین العابدین علی ابن الحسین داریم و در صحیح مسلم حدود 15 تا حدیث داریم از امام زین العابدین. در سنن ترمذی حدود 23 روایت داریم از ایشون و همچنین در بقیه کتب اهل سنت روایت های متعددی است که از ائمه اهل بیت و خاصتا از امام علی ابن الحسین. این است دیدگاه اهل سنت در مورد امامان اهل بیت، امامان هدایت، امامان تقوا و پرهیزگاری، نه کسانی که به دروغ خود را پیرو این امامان بزرگوار میدونند اما از صفات والا و از تقوا و پرهیزگاری و اخلاق این بزرگواران کاملا به دور هستند. میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من قبل از اینکه وارد ادامه موضوع بشیم یک داستانی خیلی کوتاه رو از امام زین العابدین از علی ابن الحسین رضی الله عنهما خدمت شما عزیزان میخونم جناب استاد اگر اجازه بدید. روزی میگن یکی از اهل عراق اومد پیش امام زین العابدین و شروع کرد به بد و بیرا گفتن به ابوبکر و عمر و عثمان و به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون در جواب این شخص گفت که آیا تو از جمله کسانی هستی که الله سبحانه و تعالی در آیه 8 سوره حشر در مورد اونها میگه که الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه، تو از جمله کسانی هستی که از خانه و دیار خود مهاجر شدن، از مکه به مدینه اومدن و فضل و خوشنودی الله سبحانه و تعالی رو میخواستن؟ گفت خیر، از جمله اینا نیستم. گفت که پس تو از جمله کسانی هستی که تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، تو از جمله کسانی هستی که در مدینه از اونها استقبال کردن، در نفس خود نسبت به اونها بخل و کینه احساس نمی کردن و اینا را هم به خاطر الله سبحانه و تعالی این اعمال را انجام دادن. گفت خیر، از جمله اینا هم نیستم. آنگاه امام زین العابدین خطاب به این شخص فرمودن که وقتی که تو از جمله مهاجرین نیستی و از انصار هم نیستی، چون اصحاب پیامبر یا مهاجر بودن یا انصار بودن، من گواهی میدم که تو از جمله کسانی نیستی که الله سبحانه و تعالی در مورد آنها میگوید که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. آیه 10 سوره حشر که کسانی که پس از مهاجرین و انصار آمدن میگویند پروردگارا ما و برادران ما را که در ایمان از ما پیشی گرفتن بیامرز و در دلهای ما کینه‌ای در حق کسانی که ایمان آوردند قرار مده. این مطلب رو دوستان عزیز میتونن که در کتاب کشف الغمه اربیلی در جلد 2 صفحه 291 چاپ بیروت ملاحظه بکنم. جناب استاد در خدمت شما هستم. بعد از بررسی باب مولد امام زین العابدین میرسیم به باب اشاره و نصب بر علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین. همون گونه که آقایون هم در واقع به خود میبالند که ما یعنی شیعه احادیث صحیح و ضعیف دارن، شیعه به هیچ عنوان روایات ضعیف رو قبول نمی کنند، دین خودشون رو از روایات آحاد در واقع نمی گیرند بلکه از روایات متواتر می گیرند. خصوصا اصول دین خودشون رو افتخار می کنند که علامه مجلسی آمده یک کار خیلی بزرگی رو انجام داده و روایات اصول کافی رو تصحیح و تضعیف کرده. در این باب هم ما می پردازیم به ابتدا، قبل از این که وارد اصل مطالب باب بشویم، می پردازیم به نظر علامه مجلسی در مورد صحت و سقم و درجه روایات این باب. در باب اشاره و نصب بر علی ابن حسین 4 روایت بیشتر وجود ندارد. بله. کل روایاتی که آقای کلینی حجت الاسلام یا صحت الاسلام کلینی در ظرف 20 سال از عمر خودش جمع‌آوری کرده که اثبات بکند امامت علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما را، 4 روایت بیشتر نیست و بنابر اعتراف علامه مجلسی هیچ کدام از این روایات صحیح نیستند. عجب. تمام روایاتی که در این باب اومده 4 روایتند و هیچ کدام از روایات این باب در واقع صحیح نیستند. وقتی که صحیح نباشند یعنی به هیچ عنوان از چنین روایاتی نمی شود که امامت امامی رو ثابت کرد. از چنین روایت اساسا نمی شود یک حکم فقهی رو ثابت کرد، چه برسه که این حکم یک حکم اعتقادی باشه و مربوط به اصول دین باشه. من قبل از هر چیزی نظر علامه مجلسی رو در مورد روایات این باب خدمت بینندگان عزیز مطرح می کنم. این کتاب مرآت العقول هست که بارها اینو نشان دادیم، جلد 3 این کتاب هست مرآت العقول و اینم
از همون چاپی از قبلا جلد ششمش رو دوستان مشاهده کردن قبلا. در این کتاب در مورد باب اشاره و نص بر علی ابن حسین، اینم باب اشاره، باب الاشاره صفحه 320 هست، کتاب الحجه و جلد سوم مرآت العقول، باب الاشاره و النص علی علی ابن الحسین صلوات الله علیهما. روایت اول رو در اینجا ذکر کردیم، در اینجا هم که اصول مرآت العقول هست، باب الاشاره و النص علی علی ابن الحسین، الحدیث الاول ضعیف، روایت اول در واقع ضعیف هست. الحدیث الثانی، حدیث دوم هم ضعیف هست و صحتی رو نداره. و صفحه بعدش و حدیث سوم حسن هست که این که راوی شیعه عادلی نیست بلکه شیعه ممدوحی است، گرچه این خودش جای بحث و بررسی دارد. و حدیث چهارم هم روایت مجهولی هست، الحدیث الرابع مجهول. و بعد از این در صفحه بعدی میشود باب الاشاره و النص علی ابی جعفر که این باب در واقع تمام میشود. پس بنابراین اساساً در این باب هیچ یک از روایات این باب از دیدگاه علامه مجلسی در واقع صحیح نیستند. وقتی که روایات ضعیف باشند، مجهول باشند یا حتی حسن باشند، در حدی نیستند که با این روایت ما بتونیم یک اصلی رو از اصول دین در واقع ثابت بکنیم. برای اثبات اصول اونگونه که مذهب شیعه هست، روایات متواتر لازم هست و اضافه بر این روایات باید روایات صحیحی باشند. آقای کلینی که در 20 سال زحمت و تلاش خودشون نتونستند حتی یک روایت صحیح دال بر امامت امام زین العابدین بیارن، یا این که ایشون از روایات صحیح اطلاع نداشتند، یا این که واقعا چنین چیزی وجود نداشته، نه امامتی وجود دارد برای امام زین العابدین و نه دلیلی برای امامت ایشون و نه روایت صحیح در این زمینه وجود دارد. این مطلب اول. مطلب دوم، همین 4 روایتی که در اینجا ذکر کرده خودشون با هم دیگر متناقضند، تعارض دارند. و دو مطلب یا دو تا روایت وقتی که با هم دیگر تناقض داشته باشند و وجه صحت در میان اونها یعنی مشخص نباشد، هر دو تا از اعتبار در واقع ساقطند. در صورتی که صحیح باشند، چه برسد که اینها اساسا وقتی که ما گفتیم که این روایات ضعیفی هستند، دیگه مجالی برای بحث کردن در متنش وجود نداره. وقتی که اساسا این روایات ضعیفی هستند، یعنی هیچ بحث کردن روی مطالبش هم در واقع یعنی ارزشی رو نداره و چون این متنی هیچ گونه ارزش علمی رو هم ندارد. اما با وجود این وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که با هم دیگر باز هم تناقض دارن. البته اینا به این اعتقاد هستن که میگن که این یک بحث اجتهادی است. حالا کسی که آقای مجلسی اونو ضعیف میدونسته، علامه علم رجال قم فعلا ایشون رو آدم راستگویی میدانه. خب در چون این موارد اگر واقعا اجتهادی باشه، اجتهاد هر فردی برای خودش محترم هست. به خاطر همین ما متن مورد بررسی قرار میدیم که مورد بررسی قرار میدیم. اگر واقعا به این گونه هست، هر کسی مجال برایش باز هست که این روایت رو فلانی قبول دارد، من قبول ندارم، فلانی قبول ندارد اما من اینو قبول دارم، این برمیگرده به خودش. وقتی که روی یک اصول علمی و یک برنامه مشخصی اصول علمی یک روایت بررسی بشه، همه موظف هستند که باید بر اساس این اصول این حکم رو در واقع بپذیرند، وگرنه خودش خلاف این رو ثابت بکنه که بله این راویانی که در اینجا هستند، بیارید تک تک این افراد و راویان معرفی بکنید که اینها شیعه امامی اثناعشری و عادل بودند. در اون صورت بحثی نیست و در اونجا اون ادعا رو ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. اما این گونه در یک کلیگویی که خب فلانی قبول ندارد اما من قبول دارم، حرف شما برای خودت معتبر هست، برای دیگران قابل استدلال و حجت نیست. جناب استاد، بارها این سوال من مطرح کردم، شما پاسخ علمی دادید. شاید بعضی از بینندگان ندیدن قسمت‌های اول برنامه که مفصل در مورد روایات اینا صحبت کردیم. چرا شیعه دائما فرار میکنه از بحث حدیث صحیح؟ تا بگیم حدیث صحیح بده، چرا تصحیح و تضعیف نمی کنید کتاباتون رو؟ یعنی یک نوع ماستمالی میکنن قضیه رو که نه این من نمیتونیم و فلان. دلیل این که نمیان یک تعریف دقیق از حدیث صحیح بدن که امروز من به عنوان یک شخصی که خارج از مذهب شیعه اومدم میخوام احادیث شیعه رو مورد بررسی قرار بدم، یک میزانی قرار بدن که بر اساس این میزان من باید این احادیث رو چه فرار میکنن از این قضیه؟ علتش این است که اساساً شیعه، این متقدمین شیعه، اعتقادی به صحت و ضعف نداشتند. درست.
اعتقادی به صحت و ضعف نداشتند و اصول علمی رو برای نقد حدیث نداشتند. نهایتا در قرن هفتم ابن طاووس یا خود علامه هلی بوده که این احادیث رو تقسیم کرده که حدیث صحیح هست و حسن هست و یا موثق و بقیه اقسامی که در اینجا وجود داره. قبل از این وجودی نداشته. اینو گرفتند کپی کردند از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت، اونم در قرن هفتم و هشتم، و اینو میخوان تطبیق بدن روی روایاتشون. خب روایاتی که اهل سنت و الجماعت دارند و اصول علمی که اهل سنت و الجماعت دارند تعریف شده هست، قابل تطبیق بر روایات اهل سنت و الجماعت است. روایتی رو که شیعه به عنوان روایت صحیح تعریف کردن، امکان نداره که در کتاب‌های شیعه حتی یک روایت صحیح وجود داشته باشه. در تمام کتاب‌های شیعه، در همین کتاب بهار الانوار با 110 جلدش، حتی یک روایت در کتاب اصول کافی، کتب اربعشون، حتی یک روایتی که مطابق با معیارهای خود شیعه صحیح باشد وجود ندارد. زیرا که حدیث صحیح از دیدگاه کسانی که حدیث صحیح رو معرفی کردن، محمد مکی شهید اول و بقیه کسانی که روایت رو در واقع تعریف کردن، گفتن روایت صحیح نزد شیعه روایتی هست که یک شیعه امامی اثنا عشری و عادل باشد، اینو روایت کرده باشه از یک شیعه مثل خودش، یعنی اثنا عشری و عادل باشد، تا اینکه به امام معصوم برسد. بله، همین تعریف که جناب استاد فرمودن در صورتی که بله معظم راویان شیعه اثنا عشری نیستند. اثنا عشری هو ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل العدل الامامی عن مثله، یعنی امامی اثنا عشری عادل باشه از مثل خودش، یعنی از یک شیعه اثنا عشری عادل دیگر اینو در واقع روایت بکنند تا آخر سند برسد به امام طبقات. و خودشون در واقع اعتراف کردند و در صاحب کتاب وسایل شیعه حر عاملی اینو اعتراف کرده که ثقه بودن به معنی عادل بودن نیست. یعنی اگر یک جای در مورد یک راوی شیعه شما شنیدید فلانی ثقه هست، این به معنی عادل بودن نیست. حتما باید مشخص شده باشد که فلانی عادل هست. و این لفظ عادل بودن، بحث عدالت در مورد راویان شیعه به ندرت اومده، خیلی نادر و نایاب و در واقع کمیاب است. به این خاطر نمیتونن حدیث صحیح رو در واقع بیارن و ثابت بکنند که تمام افرادش راویان شیعه اثنا عشری امامی عادل باشند. و بدین خاطر اگر بخوان این قاعده رو تطبیق بکنند، در واقع تیشه به ریشه دین خودشون و مذهب خودشون و تمامی روایت خودشون زدن. جزاکم الله خیر. دقیقاً همین مطلبی که جناب مولانا فرمودن در کتاب وسایل شیعه هست. این کتاب رو دوستان نشون بدن. و در این صفحه، در اینجا در صفحه 480 در اینجا در مطلب ثانی عشر در اینجا میگه که این طریقه‌ای که متقدمین در مخالفت با متقدمین بوده، این طریقه است که از عامه یعنی از اهل سنت گرفته شده. و در این آخرش هم میگه که بل هو مأخوذ من کتبهم، بل هو مأخوذ من کتبهم کما هو ظاهر بالتتبع. این اصطلاحات رو شیعه از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت گرفتن. هر کسی که اندک تتبع و جستجوی داشته باشه، این مطلب برایش واضح و آشکار خواهد شد. بس در اینجا خیلی اعتراف خیلی جالبیه این قسمت، علامت گذاری خودتون از حضرت استاد که بل يستلزم ضعف الاحاديث كلها عند التحقيق لان الصحيح عنده ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات. بل ولم ينص على عداله احد من الرواة الا نادرا. اگر بخواند که در واقع ادای اهل سنت رو در بیارند و احادیثشون رو تصحیح و تضعیف بکنند، اصل دین شیعه از بین خواهد رفت. جزاکم الله خیر. این مطلب فقط به خاطر این بود که عزیزانی که جدیداً بیننده ما شدن متوجه بشن که چرا فرار میکنن از تصحیح و تضعیف احادیث. البته اینو عرض بکنم، اینو از وقت من گرفتید، قرار بود که وقت من بیشتر باشه. از وقت بینندگان به شما اختصاص میدید. همون گونه که عرض کردم، روایات این باب روایات متعارضی هست، با هم دیگر تناقض دارند و قابل جمع کردن نیست. و اولا عرض کردم وقتی که روایات ضعیف هستند و مجهول هستند، جایی و مجالی برای بحث کردن روی متنش نیست. اما متنش هم وقتی که ما نگاه میکنیم رسواتر از سندش هست. روایت اول که مثلا در این باب اومده، روایت اول میگوید که
محمد ابن یحیی اینو روایت کرده. اگر دوستان اصل کتاب رو نمایش بدند، محمد ابن یحیی روایت اول این کتاب رو و این باب رو ذکر کرده با سندی که در اینجا هست. میگه که از ابی جعفر ان الحسین ابن علی، که حسین ابن علی علیه السلام لما حضره الذی حضره، زمانی که وفاتشون نزدیک شد، دعا ابنته الکبرى، دختر بزرگشون صدا زدن، فاطمه بنت الحسین، فاطمه دختر حسین رو در واقع صدا زدن. حسین ابن علی در هنگام وفاتشون دختر بزرگشون رو فاطمه بنت الحسین رو صدا زدن. فدفع الیها کتابا ملفوفا و وصیتا ظاهرتا، یک نامه ای رو که پیچیده بود و یک وصیت ظاهری رو به ایشون تحویل داد. و کان علی ابن الحسین مبتونا، علی ابن حسین مبتون بود، یعنی اسهال داشت. معهم لا يرون الا انه لما به، این جمله یک جمله نامفهومی هست و بنابر روایت دیگری که آقای مجلسی نقل کرده این به صورت کامل آورده که لا يرون الا انه لما به، یعنی این که ایشون یعنی امید زندگی نداشتند، چون که علی ابن حسین خودش بیمار بود، مبتون بود، اسهال داشت و امیدی برای زندگیش نداشتند. امام حسین وصیت رو به کی داد؟ به فاطمه دختر بزرگش. حالا سوالی رو من بارها مطرح کردم، مگر امام حسین نمیدونستند که علی ابن حسین بعد از ایشون امام میشود؟ پس چگونه میترسیدند که بعد از ایشون شاید بمیرد، شاید در همین به خاطر اسهالی که دارد بمیرد؟ خب این یک مطلب. از لوح جابر خبر نداشت، از لوح جابر و بقیه ده ها و صدها روایتی که جل کردند. خب در این روایت اومده که امام حسین رضی الله تعالی عنه این وصیت و نامه را دادن به دختر بزرگش که فاطمه دختر حسین بوده. این روایت اول هست. و روایت دوم در اینجا میگوید که به فاطمه دادن. همین روایت رو در کتاب در روایت دوم هم اومده که البته من قبل عرض کردم که روایت اول و روایت دوم هر دوتاشون ضعیف هستن. در اینجا میگه که باز هم رسول حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم این وصیت رو به دخترشون فاطمه دادن. روایت سومی که در این باب وجود داره، روایت سوم در اینجا عدت من اصحابنا، روایت سومی که سندش بهتر از بقیه هست، این حسن بود این روایت. در اینجا از ابی عبدالله قال ان الحسین صلوات الله علیه لما صار الى العراق استودع ام سلمة رضی الله عنها الکتب والوصیه، زمانی که حسین میخواستند بروند به عراق و به کربلا، این کتابها را الکتب والوصیه، کتابها را و وصیت نامه خودشون رو تحویل ام سلمه دادند. در دو روایت اول اومده بود که تحویل دادن به فاطمه دختر بزرگشون به خاطر اینکه خود زین العابدین بیمار بود، اما در اینجا میگه قبل از رفتن به عراق این نامه ها را و وصیت را تحویل دادن به ام سلمه. فلما رجع علی ابن الحسین دفعتها الیه، زمانی که علی ابن حسین برگشتن، ام سلمه هم این نامه را و کتب را و وصیت را تحویلشون داد. در همین کتاب در صفحه 348 این کتاب در واقع مطلب دیگری در اینجا اومده که خود علامه مجلسی در این کتاب وقتی که ببخشید کلینی در صفحه 348 این کتاب مطلبی در این زمینه آورده. خب در اونجا به صورت کامل دو تا مطلب را آورده بود. در یک روایت، در روایت اول دوم آورده بود که این وصیت کرده بود به فاطمه کبرا دختر خودشون. در روایت بعدی و روایت سوم که بود میگه وصیت کرده بود به ام سلمه، کتاب و وصیت رو داد به ام سلمه. اما در این روایت در صفحه 348 اینجا ادعا میکند که مستقیما به خود علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه وصیت کردن. در اینجا هست روایت پنجم این باب هست، جلد 1 صفحه 348 این کتاب میگه وقد قتل ابوک رضی الله عنه و صلی علیه. این از زبان محمد ابن حنفی هست که جالب اینجا است که محمد ابن حنفی به زین العابدین گفت پدرت از دنیا رفته، وقد قتل ابوک رضی الله عنه و صلی علی روحه، بر روحش نماز خونده شد، ولم یوسف، ایشون وصیت نکرده بودن. عموی زین العابدین در واقع از وصیت خبر نداشتن. و انا عمک و سن و ابیک، من عموی تو هستم و در حد پدر تو هستن، و ولادتی من علی فی سنی و قدیمی قدمی احق بها منک فی حداثتی، که تو نوجوانی هستی من اولاتر هستم به امامت. در اینجا در این روایت میارد که و در آخر میگه که ان ابی یا عمی صلوات الله علیه اوصى الی قبل ان یتوجه الی العراق، قبل از اینکه به عراق برود به من وصیت کرده. در روایت سوم گفته بود قبل از اینکه به عراق برود به ام سلمه کتابها را داد.
در اینجا امام زین العابدین میگه قبل از این که به عراق برود اینها رو به وصیت رو به خود من کرده. وعهد الی فی ذلک قبل ان یستشهد بساعه، قبل از این که به شهادت برسند 1 ساعت قبلش به من وصیت کرده بود. در اون روایت گفتن چون که علی زین العابدین بیمار بود این وصیت به فاطمه کبرا کرده بود. این روایت رو مجموعاً علامه مجلسی در کتاب خودش در یک جا هم آورده و اینها رو جمع کرده. الان این چند مطلب شد. یکی به فاطمه کبرا وصیت کرده بود و دیگری به ام سلمه وصیت کرده بود و ادعای سومین بود که به خود امام زین العابدین وصیت کرده بود. ادعای دیگری هست که به زینب وصیت کرده بود و این روایت رو اما روایتی که نسبتاً بعضش بهتره تناقضاتش بیشتره، تعارض و تناقض رو داره. در اینجا در کتاب بحار الانوار هست جلد 46 باب النصوص علی الخصوص علی امامتی و الوصیة الیه الی آخر. در اینجا میگه که اوصى الی ابنه علی ابن حسین، به علی ابن حسین خودش وصیت کرد و جعل خاتمه فی اصبعه و فوض الیه امره. در روایت دوم میگه که دختر بزرگش فاطمه رو صدا زد و کان علی ابن الحسین مبتونا لا يرون الا انه لما به. و در روایت سوم میگه که این کتاب تحویل دفع الى ام سلمة زوج النبی الوصیة والکتب و غیر ذلك و قال لها اذا اتاك اکبر ولدی، وقتی که بزرگترین فرزند من اومد. و جالب اینجاست که نمیگه که به علی بده، به کدوم علی، زیرا که علی اکبر بود و علی اصغر و عموما این زین العابدین علی اصغر بوده، علی اکبر در کربلا شهید شده. میگه به اون کسی که بزرگتر هست به اون تحویل بده. این روایت دیگر هست. و در روایت بعدی باز هم میگه که به فاطمه کبرا ابنت فاطمه الکبرا فتبع الیها کتابا ملفوفا و وصیتا ظاهرة و کان علی ابن الحسین مریضا لا يرون انه یبقى بعد. جالب است این روایت همون روایت کلینی هست. این روایت کلینی است. قبلا عرض کردم که الکلینی عن محمد ابن یحیی. در روایت کلینی اومده بود که علی ابن حسین مبتون بود لا يرون الا انه لما به. در اینجا صراحتا آورده و کان علی ابن الحسین مریضا لا يرون انه یبقى بعده. ایشون معتقد بودند که امکان داره که بعد از حسین ایشون نمانند، یعنی ایشون هم در واقع فوت بکنند و بروند. و در ادامه میگه که در روایت بعدی لما صار الى العراق استودع ام سلمة الکتب والوصیة، وصیت به ام سلمه کرد، یعنی کتابها و اینها رو گذاشت پیش ام سلمه. و در صفحه بعدی در همین باب آورده روایتی رو که در مورد حکیمه هست که احمد ابن ابراهیم میگه دخلت علی حکیمه بنت محمد ابن علی، رفتم پیش حکیمه دختر محمد ابن علی الرضا اخت ابوالحسن صاحب العسکری، خواهر ابوالحسن صاحب عسکر، یعنی امام دهم شیعه. فقلت الی من تفزع الشیعه، شیعه به چه کسی باید پناه ببرد، رجوع بکند؟ قال الی الجدة ام ابی محمد، رجوع بکنند به جده ام ابی محمد، یعنی بعد از غیبت امام زمان. شیعه کی رو داره؟ گفت که جده هست، مادر بزرگ هست. مادر بزرگ کیه؟ ام ابی محمد، ام ابی محمد هست. فقلت لها اقتدی بمن وصیته الی امراه، من به اقتدا بکنم به کسی که وصیتش پیش یک زن هست، من از اون برام پیروی بکنم. فقالت اقتداء بالحسین ابن علی، این اقتدا به علی ابن حسین است. و الحسین ابن علی اوصى الی اخته زینب بنت علی، علی ابن حسین وصیت کرده بود به خواهرش زینب بنت علی. این چندین روایت در اینجا وجود داره. همین یک روایتی بابی که تمام روایاتش در واقع گفتیم ضعیف و مجهول هستند یا همین حسن هستند، تناقض زیادی در این روایت وجود داره. در یک جای اومده که وصیت رو تحویل فاطمه داده دختر خودش، در روایت دیگر اومده که به ام سلمه داده، در روایت دیگر اومده که به خود امام زین العابدین داده، در روایت دیگری اومده که به زینب خواهر خودش این در واقع مطالب را و این بحث را و وصیت خودش را تقدیم کرده بود و به ایشان داده بود. و این روایت اولی که در اینجا هست، روایت اولی که در این باب هست، این یک روایت کامل نیست، این خودش بخشی از یک روایت دیگر هست، خودش بخشی از یک روایت دیگر هست. در صفحه 290 همین کتاب یک باب دیگری هست که اینو قبلا ما خدمت بینندگان معرفی کردیم، همون باب اشاره ما نص الله عز وجل علی الائمه هست. در اینجا یک روایت ششم این باب هست، روایت ششم. در اینجا دوستان توجه بکنند این قسمت را. و ان الحسین کان، این مطلب رو که گفتن بخشی از این روایت است، اون یک روایت کامل نیست که در اون باب آورده. از اینجا رو گرفته آقای کلینی یک روایت دیگر برای خودش جعل کرده. و ان الحسین کان اذا حضر الحسن لم ينطق في ذلك المجلس حتى يقوم. از اینجا این مطلب که ثم ان حسینا حضره الذي حضره،
از اینجا این روایت رو از اینجا گرفته و یک روایت دیگر در اونجا درست کرده با همین سندی که در اینجا آمده. ثم ان حسینا حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمه بنت الحسین فدفع الیه کتابا ملفوفا. منتها این روایت با اون روایتی در اونجا آورده یک تناقضاتی رو با هم دیگر دارند و اختلاف در میان این مطالب هست. به طور مثال در اون روایت در اینجا اومده فدعا، این تفاوت داره، معهم در اونجا نیست، یا زیادات دیگری در این روایتی که در اینجا آورده این یک زیادت دیگری رو در اینجا آورده که الینا یا زیاد قال قلت ما فی ذلک الکتاب، در این کتاب در واقع چی چیزی وجود داشت. این روایت در روایت قبلی وجود نداره. آقای کلینی بدون اینکه ذکری بکنه در تعارض این روایات یا در تغییراتی که در این روایات هست، حتی در نسخه هایی که در هست در پاورخیش هم هیچ ذکری نکردند که این اختلاف وجود داره و چرا این اختلاف در واقع وجود داره و این روایت به دو گونه نقل شده. این مطلبی هست. و روایت دیگری که در اینجا قابل تأمل هست این است که امام زین العابدین اونگونه که در روایات شیعه اومده همون مطلبی رو که من قبلا عرض کردم در مورد امام حسن و حسین که سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم میترسیدند از این که مبادا حسن و حسین قبل از ایشون از دنیا بروند و این دلیل بر عدم منسوسیت هست. اگر واقعا حسن و حسین بعد از امام علی امام بودند ترس از مرگ یک ترس بیهوده هست. همین ترس را خود امام حسین هم داشتند. با توجه به روایتی من قبلا هم ذکر کردم در کتاب بحار الانوار جلد 45 روایتی هست بر این عنوان، دوستان اینو نمایش بدن که ثم التفت الحسین عن یمینه فلم ير احدا من الرجال والتفت عن يساره فلم ير احدا. در کربلا سمت راست و چپ رو نگاه کرد کسی نبود. فخرج علی ابن الحسین زین العابدین، دید که علی ابن حسین زین العابدین اومد بیرون و کان مریضا، ایشون بیمار بود، لا یقدر ان یقل سیفه، نمیتونه شمشیر رو برداره. و ام کلثوم تنادی خلفه، ام کلثوم پشت سر امام زین العابدین صدا میزد که یا بنی ارجع، ای فرزند من برگرد نرو به جنگ. فقال یا عمته ذرینی اقاتل بین یدی ابن رسول الله، بذار برم جلوی فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیشا پیش ایشون من جهاد بکنم. فقال الحسین علیه السلام یا ام کلثوم، به خواهر خودش صدا میزند، خذیه، ایشونو بگیر، لئلا تبقى الارض خالیه من نسل آل محمد، ایشونو بگیر که مبادا که زمین از نسل آل محمد خالی بشود. همون مطلبی رو که علی بارها در مورد حسن و حسین گفته بود و اینها مجموعاً دلایلی هست بر این که چنین امامتی که امروزه شیعه بدن معتقد هست، حتی خود ائمه هم به چنین امامتی معتقد نبودند و دلایل فراوانی در این زمینه وجود دارد. مطالب دیگری هم هست، اگر صدای بینندگان رو بشنویم در همین لابلا من خدمت بینندگان بیان خواهم کرد. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز و گرامی، از همین لحظه عزیزانمون در اتاق فرمان شما تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد. میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و انشاءالله تماسهای شما عزیزان رو خواهیم گرفت. از همین الان عزیزانمون بله شما تلفن برنامه رو زیرنویس کردن، با ما همراه باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين مان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، از همین لحظه تماس‌های شما عزیزان رو همین شماره انشالله خواهیم گرفت. جناب استاد آخرین مطلبی که فرمودید در مورد مطالبی هست تا من مختصر میکنم این مطلب رو عرض میکنم. فقط در اضافه بر این ما میبینیم وقتی که در کتاب‌های شیعه ما بررسی میکنیم میبینیم که امام زین العابدین
از جانب الله متعال از یک طرف میگن امام معصوم بوده. امام معصوم وظیفه‌ش این است که حقیقت رو برای مردم بیان بکنند، قرآن رو تفسیر بکنند، احکام شرعی رو، عقاید رو برای مردم کاملا تبیین بکنند. اما جالب اینجا هست که همان گونه که علی و حسن و حسین از جانب الله متعال مأمور بودند که در مقابل هدم دین و نابود بودن دین سکوت بکنند، هیچ کاری رو انجام ندهند، امام زین العابدین مأمور بوده از جانب الله متعال که ساکت باشد و لب تکان ندهد و هیچ چیز رو برای مردم بیان نکند. و جالب اینجا است که امام زین العابدین طولانی ترین یکی از ائمه هست که در واقع طولانی ترین دوران امامت رو داشتن. 35 سال ایشون امام بودن. در 35 سال امامتشون الله متعال بهشون دستور داده بود که ساکت باش، تو خونه بشین، حرفی رو برای مردم بیان نکن. این مطلب در کتاب اصول کافی باب ان الائمه علیهم السلام لم یفعلوا شیئا ولا یفعلون الا بعهد من الله دوستان نمایش بدن. و روایت اول این باب هست که روایت اول ان الائمه علیهم السلام لم یفعلوا شیئا ولا یفعلون الا بعهد من الله. روایت اول در صفحه بعدی صفحه 280 از این کتاب هست. در اینجا روایتی رو آورده که هر یکی این نامه روایت های برای هر امامی جداگانه بوده. هر امام یک مهر مشخصی رو داشتند و هر امامی که می اومد اون مهر رو باز میکرد. امام حسین آمد و ماذا فتح توفی الحسن و ماذا فتح الحسین الخاتم الثالث. امام حسین مهر سوم رو باز کردند. فلما ماذا زمانی که امام حسین از دنیا رفتن دفعها الی علی ابن الحسین، این نامه رو داد به علی ابن حسین از جانب الله متعال بود. قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع، امام زین العابدین مهر چهارم را باز کرد. فوجد فیها، دستور الله متعال به امام زین العابدین این بود که ان اسمت، ساکت باش، سکوت کن، و اطرق، سرت را پایین بیانداز، لما حجب العلم، که سرت را پایین بیانداز و حرفی رو در این زمینه نباید بزنید. لما حجب العلم فلما توفی. و در این روایت بعدی باز هم این مطلب را در اینجا ذکر کرده. در صفحه بعدی روایت دوم همین باب هست و همین مطلب را کاملا بیان کرده. میگوید که ثم دفعه الى علی ابن الحسین، علی سیدنا حسین این نامه را و این نامه مهرموم شده را که از جانب الله بود اینو داد به علی ابن حسین. فک خاتما، علی ابن حسین هم نامه را باز کرد. فوجد فیه ان اطرق واسمت والزم منزلک، ساکت باش، سرت رو پایین بگیر، ساکت باش و در خانه خودت بمان. والزم منزلک، و منزل خودت را لازم بگیر، در خانه بمان، خانه نشین شو. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ الله متعال را در واقع عبادت بکن. الان امامی که از جانب الله متعال اونم به مدت 35 سال عهده امامت رو داره، از جانب الله متعال باز هم در واقع مأمور به این هست که ساکت باش، سرت را پایین بیانداز و از خونت بیرون نرو و تا زمان لحظه مرگت الله متعال را عبادت بکن. این دقیقاً مانند این میمونه که به طور مثال در ایران امام جمعه رو تعیین بکنند که ایشون امام جمعه مثلا تهران هستند، اما از جانب رهبری بهشون دستور برسه که فردی مثلا فرض کنیم که یک فرد کر و لالی رو بیارند امام جمعه بکنند که نمیشنود و نمیتونه حرفی بزنه، شما امام جمعه هستید. یعنی این که عملا اجازه نداره هیچ مطلبی رو بیان بکنیم. امامی که امام شده اما اجازه بیان هیچ گونه مطلبی رو نداره، نمیدونم چون این امامت فقط در مذهب شیعه میتونه وجودی داشته باشه و فقط کسانی میتونن چون این امامتی رو قبول بکنند که به این افسانه ها و این پریشانگویی ها در واقع ایمان داشته باشه. بله، جزاکم الله خیر. تماسای بینندگان عزیز رو میگیریم. اولین تماس برای سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من علی هستم از خوزستان. آقا علی بزرگوار، بفرمایید برادر عزیز در مورد این روایاتی که در باب امامت امام زین العابدین 4 روایت آورده اصول کافی و هر 4 این روایت ها هم چیزی رو ثابت نمیکنه. در این مورد اگر صحبتی دارید بفرمایید. والله آقای انصاری کیه؟ درسته؟ انصاری هستم، بله بفرمایید. دوستان کمی صدا رو تقویت کنید. اولا که خیلی خود ما صحبت میکنم. زنده باشید. یک سالی هست که با دیدن برنامه هستیم و خوندن قرآن و
که قرآن اگر خود قبول کنه و خواست به خدا موحد شدید. الله اکبر، الله اکبر. من تبریک میگم علی آقا به شما انتخاب راه توحید و یکتاپرستی رو. زنده باشی. ممنون. من اصلا زنگ خیلی وقت دارم سعی میکنم که با شما صحبت کنم، یعنی باور کن الله قسم که شاید 100 بار بیشتر شما رو گرفتم و ندونستم که با خیلی داشتم با شما صحبت کنم. الله متعال ستون کن. زنده باشی. وقتی شما رو میبینم واقعا که شادی و مضاعفی به دست میده. واقعا خدا براتون خوش میخواد. خیلی از انسان‌ها توسط اول الله به وقت برنامه‌های خوب شما موحد شدن. الحمدلله. واقعا دستتون در نکنه. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. قربان شما. من از آقای آقای دیخان از من تشکر میکنم و اینا واقعا با روشنگری هاشون ما رو برنامه کردن در خلاف این چند سالی و من 36 سالمه، برخلاف این چند سالی که آخوندا میبستن و حرف میزنن، واقعا شما باید چند وقت برنامه‌ها ماله کامل رو تمام بی افکار آخوندی کشید. واقعا دستتون درد میکنه و خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر. من زنگ صحبت کنم و خوشحال شدم. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون برادر عزیز. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من از جوان هستم، از تاجیکستان. بفرمایید برادر گرامی از تاجیکستان. من اولا میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتان. سلامت باشید. تشکر از شما. خاطر اینکه بار اول است با شما تماس میگیرم. دیشب با جناب آقای سلیمانی تماس گرفته بودم، خیلی خوشحال هستم. سلامت باشید. امشبم خدا خدا که با شما تماس بگیرم. زنده باشید برادر عزیز. خیلی خوشحال هستم. یک مطلب رو میخواستم ذکر کنم. بفرمایید، کوتاه مختصر بفرمایید. بله جناب استاد، از استاد عبدالقدوس دیاکان سوال داشتم در مورد جناب آقای زین العابدین رضی الله عنه. خب در تاجیکستان در یکی از ناحیه‌های ما، مثلا ناحیه جلیکول نام دارد، یک قبر هست. مردم اونجا میگن که این قبر مال زین العابدین رضی الله عنه و گرد اون طواف میکنن، زیارت میکنن. سوال من این است که خواستم بدونم قبر جناب آقای بخشش حضرت زین العابدین در کجا واقع است و آیا درست است که زین العابدین رضی الله عنه با تاجیکستان آمده باشد و قبرش در اینجا که وجود داشته باشد؟ سوال من سوالتون مفهوم بود. انشالله در این مورد صحبت خواهیم کرد. تشکر برادر عزیز. الله متعال ستون کنه. الله متعال ستون کنه و سعادت دارین نصیبتون کنه برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق. وصال حق. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری. انصاری هستم، بفرمایید برادر گرامی. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. قربان شما. میخواستم فقط سلامی عرض کرده باشم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تا کی میخواین این آخونده مردم رو گول بزنند؟ الله المستعان. الله المستعان. خب خدا حافظ. خدا نگهدارتون. تشکر برادر گرامی. تشکر از تماس شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خوبه انصاری؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ انصاری قهرمانی هم از اورمیه مزاحمت میشم. برادر گرامی آقای قهرمانی، بفرمایید. من خواستم یه خسته نباشید خدمت شما و مهمان گرامیتون رو عرض بکنم. سلامت باشید برادر، بزرگوارید. الله متعال ستون کنه. ممنون. خسته نباشید. خدا قوت ان شاء الله. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید. شب بخیر آقای انصاری، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. آقا حسین از خوزستان. زنده، حال شما خوبه انشالله. جناب انصاری، من یه نصیحت داشتم برای آقای خامنه ای، اجازه هست من بگم اینو؟ خیلی کوتاه مختصر، چون که ما وقت کم داریم. بفرمایید. باشه چشم. میخواستم بگم خداوند میگه کسی که طالب دنیاست ما همه چی رو بهش میدیم. الان خامنه ای هم دارای فرزند زیادیه، هم دارای پول زیادیه، قصرهای زیادی داره، در ایران و در خارج هر چه دلش خواسته خدا بهش داده. یعنی خدا بهش نداده ها، خودش از مردم دزدیده. یعنی تمام صفات یک انسان، نه یک انسان، یک جهنمی رو داره ایشون. یعنی از هر جهت که بخواید تصور کنید، چه با دین چه بی دین، ایشون یک جهنمی تماما 100% حتما از سمت خدا قبول شده که ایشون جهنمی باشه و داره ظلم میکنه و از ظلم ایشون مردم در ایران و در خارج آسن، خسته شدن. یعنی تمام صفات یک جهنمی رو ایشون در یک جا داراست. خیلی ممنون، خداحافظ. تشکر شما، خدا نگهدارتون. من استثناً آقا حسین از برادران عزیز اهوازی ما هستند و این شبکه منبری است برای عزیزانی که زیر ستم هستند، اهل سنت و اقلیت هایی که در ایران از طرف این نظام مورد ظلم و ستم قرار میگیرن و میتونن آزادانه نظراتشون رو در این شبکه مطرح بکنن و ضرورتا این نظرها نظر شبکه جهانی وصال حق نیست. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید خواهر گرامی. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب بخیر. مرتضی هستم. آقا مرتضی، بفرمایید برادر گرامی، کوتاه و مختصر در مورد موضوع برنامه. شما دارید با انصاری صحبت میکنید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. خوب است آقای انصاری، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر، بفرمایید. آقای انصاری، ما چه میخواید درستی شیخ ها راحت کنه؟ با خودم شخصا شیعه ما انصاری. بله. ما که میخواید راحت کنه؟ تو قرآن، تو پیغمبر یک کار بکنه. ما که شیعه بیجی ما رو تزنی به دکتر الکسندون چی؟ الله المستعان. آقا مرتضی بزرگوار، انسان وقتی راحت میشه که عقلشو آزاد بکنه و متابعت از این آخوندایی که فقط هم و غمشون خالی کردن جیب مردم هست، از اینها که آزاد شدید، دنیا برای انسانها آزاده. الله سبحانه و تعالی انسانها را آزاد آفریده. بله. تشکر. اینا تاثیر داره. جان؟ اینا تاثیر دارن تو زندگی ما. برق، آب، گاز، نور، همه چیز دست اینایه، نمیشه. همه چیز دست الله سبحانه و تعالی است. برادر عزیز و گرامی، اسلام آمد تا انسان را از بندگی بنده ها آزاد بکنه و بگن که ایاک نعبد و ایاک نستعین. انسان اینو در زندگی خودش اگر بزنی و پیغمبر مذهب پیغمبر بزنی و تیر و تخته و آن قسم نمیخورن. الان با ریاضه مشهدی قطر برف و بارون نیامده. تشکر آقا مرتضی، انشالله در این مورد استاد مختصرا صحبت خواهند کرد. تشکر از تماستون برادر گرامی. خدا نگهدارتون. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من رحمانی از چابهار. آقا رحمانی از چابهار، بفرمایید برادر گرامی. آقای رحمانی، می‌خواستم با انصاری حرف بزنم. دارید با من صحبت میکنید آقای رحمانی، صدا شما در استودیو پخش میشه. بفرمایید. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشید. بفرمایید برادر بزرگوار. قربان سلامت باشید. چون من مادرم برادرم همشون فیلم تو رو نگاه میکنن. خیلی دوست داریم. سلامت باشید برادر بزرگوار. قربان زنده باشید. تشکر از شما. تشکر برادر گرامی. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای انصاری جان، مطلبی دارید در مورد برنامه؟
سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه. زنده باشید. خدا نگهدارتون. تشکر. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. آخرین تماس برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو بفرمایید. پشیمون شدن. بله سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی صدای تلویزیونتون رو ببندید بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی. سلامت باشید. بفرمایید خواهر گرامی. بفرمایید. من نماز صبح نمیتونم بلد نیستم چجوری میخوام بخونم. نماز صبح رو باشه چشم در این مورد انشالله استاد صحبت خواهیم. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. جناب مولانا خیلی کوتاه مختصر حدود 7 دقیقه وقت داریم. آقا علی از خوزستان برادری که اعلان هدایت کردن در مورد ایشون اگر که مطلبی دارید. من واقعا خوشحالم از این که انسان‌هایی که حقجو هستند و هیچ غرضی رو ندارند، منفعتی رو در پیروی از آخوندان ندارند، قطعا وقتی که با دیده باز نگاه بکنند دنبال حقیقت باشند و دعا بکنند که پروردگارا ما را به حقیقت برسان، من هیچ شک و تردیدی ندارند قطعا الله متعال آنها را به طریق اهل بیت رسول الله و به راه و روش اهل سنت و الجماعت هدایت خواهد کرد. و من تبریک عرض می‌کنم به تمامی عزیزانی که راه توحید و یکتاپرستی رو در پیش گرفتند. جزاکم الله خیر. جناب استاد قبرهایی به نام اهل بیت در جاهای مختلف دنیا هست. مثلا ایشون فرمودن در تاجیکستان قبری به اسم زین العابدین علیه السلام هست و در شهر مزار شریف در افغانستان قبری به نام حضرت علی است که حتی شعری هم منسوب به مولانا جامی در بالای این قبر نوشتن که گویند که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چه بیت الشرف است، جامی نه عدن گوی نه بین الجبلین، خورشید یکی و نورش به هر طرف است. آیا واقعا اهل بیت این قبرهایی که منسوب به اینا هست در جای مختلف دنیا حقیقت داره یا این برای خالی کردن جیب مردم؟ قبرهایی که وجود داره امام هستند یا امامزاده هستند، خصوصا در ایران که روز به روز تعدادشون اضافه میشه، دکانهای جدیدی باز میشه و حتی در جاهای دیگر بسیار از این قبرها هیچ واقعیتی رو ندارند و از نظر تاریخی هیچ گونه ثبوتی رو ندارند. به طور مثال قبر زین العابدین در تاجیکستان این هیچ گونه وجاهتی رو نداره. امام زین العابدین به تاجیکستان سفر نکرده بودند و در روایات متعدد و مباحث تاریخی اومده که ایشون در مدینه منوره فوت کردند و در بقیع دفن شدند و همچنین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در همان جایی که به شهادت رسیدن در کوفه ایشون در اونجا دفن کردند. حضور ایشون یا جنازه ایشون بعد از مرگ رفتنش به افغانستان یا هر جای دیگر یک چیزی هست که خلاف عقل و خلاف منطق و خلاف روایات صحیح و خلاف تاریخ اسلامی هست. بله جزاکم الله خیر. خواهرمون پرسیدن که نماز صبح رو چطور بخونیم؟ قبل از این اجازه بدید من نقطه درباره اظهار نظر حسین از اهواز بود که گفتند آیت الله خامنه‌ای جهنمی هست. من عرض من این است که ما باید منصفانه قضاوت بکنیم. اهل سنت و الجماعت اون حب و بغضی که هست تمام اونها رو باید کنار بگذاریم. ما در تمام موارد بر اساس اصول علمی و بر اساس داده ها و آموزه های قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم. هر کسی چه کار کرده خودش بداند و خدای خودش. اون کسی که ظلم ستمی را در واقع مرتکب شده و ما اجازه داریم که از ظلم بنالیم، علیه ظلم قیام بکنیم، ظلم ستیز باشیم، ظلم رو قبول نکنیم، اما ما اجازه نداریم از نظر شرعی که حکمی رو صادر بکنیم برای قیامت یک انسانی. ما نمیدونیم یک فردی که الان زنده هست ولو اینکه کافر باشه، ولو اینکه بیدین باشه، ظالم باشه، کارهای جهنمی رو انجام بدهد، ما نمیدونیم که عاقبت چنین فردی چی هست. حتی انسان‌هایی که کافر هستن ما نمیتونیم 100% بگیم فلانی چون که کافر هست حتما جهنمی هست. امکان
داره که عاقبت به خیر بشود و الله متعال را به بهشت ببرد. و در این زمینه اهل سنت و الجماعت یک اعتقادی را دارند که لا ننزل احدا جنتا ولا نارا. ما اهل سنت و الجماعت در دنیا بدون نص که از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه حکم به جهنمی بودن یا بهشتی بودن کسی نمی کنیم. جهنمی بودن و بهشتی بودن این در برای علم خاص الله متعال هست و ما از عاقبت و فرجام هیچ انسانی در واقع خبر نداریم. چه بسا انسان مؤمنی در آخر گمراه بشود، کافر بشود، و چه بسا انسان کافری قبل از مرگ خودش هدایت بشود و توبه بکند و نهایتا مسیرش به بهشت برود. و در مورد خواهر عزیزمون که در مورد نماز فجر پرسیده بودن، نماز فجر و نماز صبح 2 رکعت هست، دقیقاً مانند 2 رکعت نماز سنتی که خوانده می شود، یا دقیقاً مانند نماز مغرب منها 1 رکعتش که 3 رکعت هست نماز مغرب، 1 رکعتش رو شما بردارید، اون 2 رکعت باقی مانده دقیقاً نماز فجر مثل همین 2 رکعت خواهد بود. یعنی این که بعد از طلوع و دمیدن فجر شما 2 رکعت نماز میخونید، در هر 1 رکعتی 1 بار سوره فاتحه رو میخونید و 1 سوره ای رو که توانایی دارید و حفظ هستید اون میخونید و این 2 رکعت هست و بعد از 2 رکعت التحیات هست، قعده و تحیات رو میخونید و سلام میگید. این مختصراً نماز صبح هست و نماز صبح از نظر شکل ظاهریش هیچ تفاوتی با 2 رکعت نماز ظهر یا بقیه نمازهای 4 رکعت 2 رکعت آخرشو برداریم، دقیقاً نماز صبح هم به همین کیفیت هست. سنتی که قبل نماز صبح خونده میشه که اون سنت جز سنت های مؤکده هست که جز سنت هست، اما و همون 2 رکعت نماز سنت قبل از فجر و 2 رکعت نماز خود فرض فجر و نماز صبح دقیقاً یکی هستند، فقط نیتشون فرق میکنه که اون 2 رکعت سنت هستند و 2 رکعت بعدی که نماز فجر هست و یکی از فرض‌های 5گانه هست در واقع فرض و واجب هستند. بله آقا مرتضی، خیلی مختصر در 1 دقیقه اگر بفرمایید که گفتن هر چه بدبختی است ما داریم از دست این آخوندا میکشیم، قبر و ذریح دیگه. واقعا در زمانی که علم از بین برود و سنت از بین برود، هر مرحله و در هر جایی که یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم و یکی از آموزه های قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم از بین برود، قطعا یک بدعت جای آن را میگیرد. امروزه که در ایران هر روز یک امامزاده متولد می شود، یک بارگاه جدیدی در واقع ساخته می شود و یک آیین جدیدی را و یک روش نیایش و عبادت جدیدی وقتی که تدوین می شود و به خورد مردم داده می شود، قطعا ما باید انتظار داشته باشیم به همین میزان سنت ها و راهنموده های رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین خواهد رفت و هر چند که ما از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دین اسلام دور باشیم، به همان اندازه الله متعال ما را مجازات خواهد کرد. راهش این است که بازگردیم به روش قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و آله و سلم. نقطه دیگر درباره روایات این باب، 3 روایت بود که من عرض کردم حکم سندیشون رو و با هم دیگر 3 روایت اول کاملا متناقض بودند. روایت 4م یک مبحثی است که مربوط به باب بعدی هست، ان شاء الله در هفته آینده یا بعد از آن در این مورد هم ان شاء الله مطالبی رو عرض خواهم کرد. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان که مطالب زیبایی رو در این مورد ارائه کردن، خاصتا مطالبی که از کتاب سیر اعلام نبلا از علامه ذهبی در مورد سیدنا امام زین العابدین علی ابن الحسین ذکر شد. اینم قبری است که در بقیع منسوب هست به امام حسن مجتبی و امام زین العابدین علی ابن الحسین و اینکه قبور و امامزاده‌های دیگری به اسم این بزرگواران در سایر نقاط جهان وجود داره، دروغ بیش نیست، برای خالی کردن جیب مردم است. دوستان یک بار دیگه این تصویر نشون بدن. این تصویر از زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحابه رو در این قبرستان دفن کردن و بعد از اون در زمان ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی، در زمان حسن، حسین و بقیه خلفایی که بر منهج و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کردن، گنبدی، بارگاهی، ملنگی، چلخانه‌ای در بقیع ساخته نشد و هر موقعی هم که کسی کوشش کرده که این بناهای شرکی رو بسازه، کسانی پیدا شدن که طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا رو از بین ببرند. و در هر جای دنیا وقتی شما میبینید قبرها و گنبدها و بارگاه‌هایی که اطرافش تعدادی نشستن و تولیت و آخوندی و ملاهی و ملنگی، همه اینا برای این است که شما برید اونجا جیبا شما رو خالی بکنن. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.